و من پیش دیوان بونگیجه مبارکباد گوشم که بلوچی دو در بیده رو چپه بلوچانی که هر کجا دنیایی هستن آسکار که بلوچستان که بلوچانی که ور ملک دهان و مروچ که چوش پیسر هم ماشا گپ جت و حال دیوانه که با گپی که هستن سرالی حال ویسا گیته روس و اوکراین جیره و ملکان بین المللی کوکچی هست مالوتن که چوتی تران کنو که مروچ دیوان میمانه و جناصر ولیده یه دستبندی بکنن که ایشی باره یک چمشان که بدنته و حداقل یه چیزا که ما لوتگان که پیش چشی که ماشا وتی آد سوالانی که ببنده ما لوتن که وجه ناصر روس و اوکراین یه جیره باره که این یک گنده چمشان که هرچه روس چی لوتگان که چه اوکراینا که مروچی جنگا شش روچه ننگای ملک توکا و دفت نکرشگی ناصر جان میاولی دیوانه کنگا فامشه که چمشان که تو رنده برو مردم اگر دیگه سنگتان جوستی هستن و اگر چه سوالی که مردیم نگرو های مرنده پاکستان ترکنی سلامت یعنی توارو میتین شهرش میگورا او شهر او مهربان سلامت به دیشتر تزان سنگتا پدا باشد بشو باز باش که مردم ماشو پدا ده یک جمع بوده گید گپی بجنه شاندرو نیمو انت که مردم گو یک دیگر را وقتی بحثان بکنتین وقتی خبران بکنتین و گپوترانی بی مشه بلوچن نیامان که مشفزانی خوب چی که اوکراین و روس نیامایی خبر بوگن یه چیزانی هست که مشه ملکا هم بوده گند وقتی ایران را که جنگ یک هرچی نمونه ایت و پداشین که نگاه ایران آگه هم یکی هر اخباری ایرانی مطمئن رستون باز گوش کنم بل چون بریک من گوش کته تحتش ایرانی کارشناسان وادی خبر کنند یه موضوع مقایسه کنند یه گپا همه می وسط کارند یک دابی که روسا ایران بهرچه ایران گفتگن پمشه ایران و روس نباد یک دیگر رو بودن وشی مطلب شد که ایرانی تاگت ادعا هست که مثلا گرجستان نو یا تاجیکستان نو ازبکستان یا داغستان ای تاگت ایران بهرن یه روسا چه ایران گفتگی یعنی ایرانیانی منتالیتی و یا فکر تا روسیان کم باز نزدیک و ماشا بلوچه هم زانه که ایران همچه ادعایی سرا بلوچستان سرا حمله کده گفتگی چه قاجار بوده رندش پهلوی بوده و هنگاه هم با تا داره گند رو بلوچ حقا قبول نکنه یک چیز دیلا همشی خوشی که روس هم یک کارا کنه گند خوشی یک چیزی مش گندگند که ایران هم چشی حمایت کنه علنا هم گوشه گند که گناه دیگرانی گند داره که روس رفته دیگه ملکی سرا حمله بوده حالا اگر دیگه مردمی هم یکی تحریک بوده اشی دلیلی ندی که برای یک کارا بکنه اگر کسی تحریک نکته بلکه وقتی تاریخ روسه این برحال یه مسئله که روس حمله بوده اوکراین سر آشی این خلا هر کسی روسیان مشهد روسیان شدی سر باید گوش بوده و حتما اخبار گوش بوده مردمانی ولی خب یه سک مهمه که ما هر خبری یا مرچی که امکان نیست که ما بلوچ خوب میدیا مدنی آنی سالوا ولی همین کلاب هاوسی و زومی و شانی که ارزان تران ما شما یک تعدادی تونه یک جا ببینه ببینه اینو گپی بجنه نشانی باره گپ بجنه که پرچی چوبیته گپ شید که خب هر کسی وقتی به صلاح حساب کتاب هستن تمادا و روس وقتی حساب هستن تمادا و اوکراین وقتی حساب هستن و یه دو دانه ملک هم نزدیکی به یکدیگر هسته یکدیگر زبانش هم نزدیکین ولی خب هر دو پدوی زبان هم جدایی زبان میشه اوکراینی به زبان دیگری ان شاء الله اوکراین بازین روسی هم هستن لاتی و حمود مردم چه قدیما بودن باشه ورتوری مردم بودن قدیما مرزان چون مشاهده سیمساران چیو مثلا گشینگ نبودن که مردم گشی دا روس نه دا اوکراین نه دا یا دیگری نه دیگری ولی خب رنده هم بازی مهاجرت کتا یا بازی اوکراینی و زبان بدل کتا بازی چه دیگه ولکان روی آبادی کشوروی بوده یا روسیه پیسرا امپراتوری اعتزار بوده شاه مثلا یا حتی گنت بوده شاه هم گشتگینا روسی خبر بوده برایت که گنت اوکراین چون ماش گندگی ته بلوچستان هم اگه دیگه مرد میشه دیگه جای ایران بیت زبانی فارسی هم بیتین تا بلوچستان و فارسی خبر است و بدن این دیتن رو رنده ماشما هم به عنوان یک فارسی جا کاره ولی خب یک چیزی تاریخی هستن که مثلا روس و شان پدام از ماش گندگی ایران تاریخ هم همین خبر بیته ایرانی باشند که ما چی باشه ما ادامه فارسی در واقع مثلا ایران محمد رضا شاه گوشتی که هر کسی که ایران امپراتوری ادامه امپراتوری فارسی
هر کسی تا ایران زندگی که فارسی در حالی که مشخصانه که همین 2009 ایران وزیر آموزش پشوگاه 70% ایران معلوم مردم فارسی خبر نکنن دیگه زبانی هم مادری زبانش دیگریه. بدانید که این پیش دارید که مثلا روس هم همه چیزه. یک مثلا روس نگاه گوشگین که ما قدیمی ملک اوکراین میں باری ایشی هم راستی توکی نیست دادا وقتی مثلا یک فکر ما دادا که ایران میشه که ما یگان تو می دسته بودن یه پس که تاریخ ای دا به هر کسی بود داده میشه ولی دولت ملت ها گشتریان نوکی نه چه ایران به بیشتر یک امپراتوری قاجاره بنیاد رنچ های جور بود چه ترکیه مرچی بیتن که مثلا رنچ عثمانی هر بود همه دا با روس که هستید رنچ برال پروشت یک مدتی پدا رنچ شوروی هر بود یعنی دولتی که روس هستید یه دولت هم وکیل دولتی چون اوکراین دولت ولی خب روس نمیشه که اوکراین پیشرا می بحری بود اوکراین چه روس شروع بود یه گپ تو که همون راستی از نامی هست مثلا میشن که مثلا 8 تا اولی مثلا حکومتی که روسی جور بود نامی روست که مثلا کیف روست یه مثلا همین مرچگین که پایتخت اوکراین کیف بیتن همون دا مثلا بونگیش بود ولی نامی روس بود چی علمی گپی ولی خب بازی نمیشند که شان گشته نامی که بود بر اساس یک نامی بوده گشته چمی اسکاندیناوی مردم بودن رفتگان تو نام روسلاو و یه منطقه کلیگان در نزدیک سوپول مارستن و اسلا شان رفتگان دیگه به همان گروه یه حکومتی بوده شهرش بوده خب یک باری بوده هم از لجنده که مثلا داتی ها مردم شان ورتگان شما بیایده مثلا به یک شکل امنیت برقرار بکنه که در رفتگان فکرات اطلاعات دیگه مردم رفتگان بوده مثلا یه حکومت شوری مثلا روس حکومت نامچه بوده که ولی خب یه پدا همه روس حکومت رنده پدا تا مسکو مرچیگن آلی بود یه پدا همه اوکراین رنده پدا مغولان یاد کند مغولان یه علاقه گرفتن و یک مدتی پدا همه کشوری که رنده اوکراین نام زانگ بود ایشی مرچیگن لهستان بود تا نقشان تو بچاره مثلا که ایران نقشان تاریخ نشون بچاره یا دیگه ملکانی که کشورانی مرزان فرق بود چیستیر بود یک مدتی دا بود یک مدتی بوده بود ولی آزمانه دولت ملت یک چیز مشخصی نبوده و زانگ هم نبوده مثلا این گانگو بوده و تا مثلا بیزانس مثلا روم که بیزانس مثلا مرچینی استانبول که پیسر پایتخت روم بوده یه فکرام بکنه که استانبول پیسر روم پایتخت و ترکان حکومت نبوده مثلا رنده بچارش ترکان بوده ترکان حکومت کرد یعنی دنیا و تاریخ که باز چیز بدل بود بیزانتی مثلا وقتی که اوکراینش باشتهش یه منطقه مرچ اوکراین باشتهش روسش باشته مثلا دری روس یا مثلا پریفری روس مثلا آیش بوده نامشناده ولی خب رنده پدا اوکراین مردم ها وقتی که روسیه شکل گرفته مسکو و پدا یک مثلا فرقی از مذهبی هم بود و زندگی حساب هم بود و پدا روس ها پدا وقتا دیگه امپریالیستی هم بیشین بود پدا یه فرهنگ اوکراینی تبت اوکراین تقویت یعنی اوکراینی وقت مهمتر بود چیزی که مثلا پیشتر مثلا یک طایفه ممکنه بیت چون که مثلا افغانستان نامی یک طایفه یک بود حکومت بود باشه دیگه افغان تا نگاه یک کشوری افغانستان جور بود مثلا بازین تانگم نارات پس نامی افغانستانه اما بود افغانیا هم یعنی همچین اتفاقانی اوکراینی میشه که میگن همچین اتفاقی کرد ما اوکراینی بودیم یک مثلا قوم یک طایفه یک حکومت بود باشه روس بر ما بود روسی نزانیم و میشه هم رنده مثلا پدا بیمتراک وادی که یاد کردن ترامچه مغول گورنده پدا بیمتراک مثلا روسی در واقع امپراتوری روس بنیاد هشت بیتر کبیر که مشهورین و سنت پترزبرگ مثلا قدیمی لنینگراد که لنین نام باید سراواز کد بود و شهری جور کد آیا مثلا یک کشور روسیه کرد کد گویا مثلا یه اوکراینه تقریبا وقتا چه بوده گیشین و یک مدتی مستقل لطن تو وقتی مثلا که نامش بوده وقتی سابتابش بوده و رنده وقتی که روس الوته چند سال فشاری یارتن و که باز به سوئد نزدیک بودن که مثلا وقت سوئد هم یه مدتان کار 12 پیسرتر البته هم بحری چه سوئد یک شکلی تحت نفوذ سوئد بل رنده مثلا روس پده حمله بود و چه سوئد دسته گرفتی و حتی ودا مثلا اوکراینی هم و روسی هم و سوئدی هم ورد یعنی وقتی که سوئد کارل 12 وقتی خب ترکیه عثمانی که بیتید روس مخالف بیتید شما با هم دیگه رقیب هم بانی مگا پدا چی رفت تا وقتی شکستی و چه ناملی روسا تا جنگ پولتاوا که مسیح اوکراین آین
ورا ربط منطقه که زیر نظر اصلاح عثمانیان است بازی اینه چه یه اوکراینیا گوری ربط است و یک چیز جالبش این که همه وحدی که ربط و مثلا یک گورت و سنت پیترزبورگ که شما کارل 12 سوئد پادشاه که شکستی وارد که نتونید سوئد بیچه بودی خجالتی ها گروه رابطه که تانگو ترکیه نیم اگه اوپدا که ترکیه گفت بیسر موتیل میتگد گروه یکی چه همراهانی که وقتی هم اوکراینی هست بازی همراه اوکراینی گوردی که لحظه پده گوی برگشته به سوئد هم منطقه هم به سوئد هم قانون اساسی هم نوشتی به اوکراین قانون اساسی هم نوشتی به اوکراین و قانون اساسی هندیگان دو دانه مثلا چی هست دو نمونه هستی یکی به لاتینه که هم در سوئد هست سوئد مثلا آرشیو ملی هست که همه آگوست خارجی ساله که برکشت اوکراین به خاطر استقلال روز استقلال اوکراین مثلا 14 صفحه 15 صفحه یک نمونه دیگه چشی هستی به زبان اوکراینی یعنی به زبان اوکراینی به زبان روسی ننوشتگش تا برچه روسه مثلا آرشیو ملی هستی تو دایره و ایشی از تاریخی اولی قانون اساسی جمهوری که دنیا نویسه یعنی پیش چه آمریکایی گا پیش چه فرانسه گا حالا شی مثلا مشهور نبود مثلا مثلا چی که تا چی بکنتیم مثلا تقسیم قدرت بکنتیم بین مختلف قوایان ایشه بوده و پارلمانی بوده که پارلمانی هم مثلا سه دوره باید بنیدی که آدمانا هیچ پارلمانی نبوده مثلا چوانیگه دعوا همیشه بنیدیم بلکه مثلا مدتش بوده بیاینده که مثلا ما کریسمس ها و عید پاکی که هست که یا مثلا بعد رنده ماه اکتبر مثلا سه رنده در سال مثلا بنیدید یا ولی میشه قانون اساسی مثلا شی هم خب اوکراینی مهمه تو سوئدش هم روی سوئد هم بود و یک مدتی به صورت ودا 4 تشکیل اولی قانون اساسی بوده ریپابلیکی نویسک بوده و هم یک اوکراینی نوشته یعنی شی که په اوکراینی شی همیشه مهم بوده و یکی مثلا اوکراین مرشی زبانش و روسیه نزدیک این کشید شکی نیست که مثلا باشه زبان و فارسی نزدیک و برتانیه نزدیک و یا خب به هر چه اوکراین مردم و زبان ای دست داده و یا بهری چه روسیان چه دیگه جامعه دنگوش دیدن و یا بهری هم لنین زمانه که بودن مالی کشتار دگن دلیل هم شیده که سرزمین آبادی بوده لنین لورته بوده به صورت کشاورزا استفاده بکنته و هنگام پوتین هم همین مسئله مطرح کنه که اوکراین لنین هست ولی خب لینه بازی راته ولی بعد هم وقتی هم همیه برکانده یک جایی بشی که اوکراینی نه مقاله نوشته که آیم تفاریقی آگوستا که اوکراین به صلاح یک بحری چه روسیه این بوده مثلا نویسید که ما با هم دیگه براتی ملتین براتی مردمین ولی بعد رند نویسید که چون اوکراینی مثلا شاورزا آدمانی که نبود که ماش بتونه اعتماد بکنه لینین پامش بازی روسیه برده بوده چه باشه گندگی که ماشو بلوچا خوب شد عادتی هستی گندگی که ایران همیشه یه برنامه و تر بودن چه ای زمانه که شاهه که تحلیقات بلوچستان جمعیت بدل بکنم مثلا سیستان نیمه جمعیت بدل کنه که زایدان ماشو گندگی شورکا بوده یا بحران چه بلوچستان دور بوده شورکا کوشش بوده که بلوچی رنگش دور بوده و یا هندیگان بخصوصا روحانی حکومت زمانه که پدش شوش بود که همایش سرزمینی نام مثلا بلوچستان جمعیت بدل بکنن یعنی آیم همین کارش کتگند و یه دلیل هندیگان که مثلا روس یارگین که مثلا ما شیمه بحری بوده خب قدرت گفته شینه که مثلا واقعا اوکراین به اصطلاح بحری چه روس هست شی که یک امپراتوری بوده اگه امپراتوری حساب بکنه گروبت روس باید یک بحری چه مغولستان چه مغولا هم یاد که بوده گرفته تاتارا هم بوده گرفته و اگه ایرانی هم بودی کنن که مثلا ما چوب بلوچستان یا مثلا گرجستان گرفته یه میگن گروه ایران باید بغداد ببینید یا باید ایران هم باید کابل ببینید ایران جریند هم باید مثلا ایرانی ببینید اشی که قدیما پادشاهان رفتن یک جایی یک نام قدیمی استفاده شده نامی نوشته کرده یا جیبین گپ نه اشی مثلا هر جا بوده مثلا توات ایران خب مثلا همین تاریخی کنیگه هست خودش هم نوشته ایران تاریخ ها شو بیچاره ایران تاریخ همیه برکنند ما مثلا بوده پادشاهی که بوده هستن ایران نامانش بگیره مثلا محمود غزنوی هم افغانستانشون پادشاهی هم ایران گوشی هم پاکستان هم مثلا بود پادشاهی دانند و هر یکی تاریخ بودی دابان نویسید و ایشی یک چیزی پیش دارید که تاریخ یک چیز مثلا مشخصی نه که هر کسی کسی مرزا هم فرق میکنه محمود غزنوی یا مرشنی
ایران تا ماشین افغانستان ماشین پاکستان ولی خب پدا ایران مثلا ماشین گپ همش مردم شاریتی مثلا صفوی خوب ترک میگن ولی وقتی رقابت با ترکان ترکان آناتولی ترکان آذربایجان دو ملکی بود یکی مثلا ترکیه عثمانی بود یکی مثلا امپراتوری صفوی بود رنده ادامه ماشین همش تقریبا باقی مانده ایرانه ایران تاریخ کجا و تا مثلا فارسی مثلا سر هنگام تحقیق کنه مثلا ایران هم چی حکومتی چون که به اصطلاح هنگام روس یا مثلا اوکراین جنین هم شما مثلا وقتی تاریخ برام قرون وسطا یا ما میدل ایج زمانه که برام اما در کمان گوشت ایران مثلا وقتی که شاه حداقل بود چی بگشه حکومت پرژیا از در آیی و کوروش و داریوشا و هنگام پدا مثلا جمهوری اسلامی دوتی به بوتی مثلا صفوی یا و پای جریانان حکومت شیعه یا حکومت شیعه یعنی شد که یه هم پدا خوب ولیش درست واقعیت نه مثلا ما شما بلوچان خوب نه تاریخ بحریه و نه یه تاریخ بحریه یا دیگه بحرانی هست مثلا باشه که اگر مثلا یک جای یک امپراتوری یاتا که پای معنی نه یک منطقه جزء علاقه آدم بیتن خوب بلوچستان با جزء بریتانیا هم بود اگر شیک یاد که یک جایی ولی بهانه هم پوتین وقتی مثلا سخنرانی نکرد که استفاده کنند اوکراین نباید بیتن و انو حمله کنه والله قانونی مریچی خود انیک دولت ملت پیشروانه بوده پیشر هر کسی قدرت در رفت دیگه مورد که همیشه با روس و ایران جنگ بودن تو یک تاریخ آن بهانه به صلاح کتابی منی وراست که کی نام لی گل سپیتنا کی نام دیگه سالمن به صلاح نوشته مثل مقدمه نوشته کتابیه ولای پیشه مثلا دقیقاً گوشید که ما مثلا ایران چون روس سرزمین دست دیگه بر روس منطقه آنگرگت ما دید ایران ضعیف بودیم پس انگلیس هم نلورد روس بیتای نزدیک ایلوتا ایران به هر حال بونونه که منطقه ضعیفی تحت نفوذ انگلیس ولی خب یک بافرزونی بیتیم روسا و همه دا با افغانستان هم تحت نفوذ انگلیس بیتیم نزور بیتیم بله خوب یک شکلی به صلاح یک بافری بیتیم یک میانی بیتیم بین به صلاح روس و بریتانیا که مثلا ما وقتی نیستیم ما بلوچستان غربی دیگران استفاده کنیم ما داد ایران به اصطلاح زمینی بسیار مشان رند قاجار یا چند از بلوچستان تو پشت کو قاجارا بلوچستان مقاومت بود و خب شیک مثلا ما بگوشیم بلوچستان جز ایرانی ما در واقع بلوچستان یک عود مقاومتش که با خوشحال بودن آیانی به اصطلاح مهم کنه آیانی که مثلا سیستم بمپور هم از این جنگی بود بازی مردمی کشک بود محمد علی خان ناروی تو دا به اصطلاح بعد مثلا جریان بلوچستان گران به همش خوب است تاریخ هم همون باز لیست چه اتفاقی می‌افتاد و این فارسی ها مثلا یا حکومت قاجار فارسی حکومت قاجارانی بود و قاجار حکومت هم به هر حال وقتش وقت به عنوان حکومت قاجار زام ولی خب مثلا اروپاییان یا دیگر لکن نوشته‌جا لکن جاجی نوشته‌ایران هر یکی بر اساس وقتی تاریخ یک چیزی نوشتن پیش ولی خب ایران ما باید به شکل وجود دهد اگر شکل یعنی این تمام گیران که حقا چون مثلا مردم برو تو تاریخ تو بستگی هم از حکومت هر کسی وجوده تو تاریخ په هر جاگایی بگذار همین دو که مثلا شاه بود ساسانیان و اقامنشیان مثلا هندگی مولا لوتی بیشتر مثلا تا مذهبان مثلا صفویان توی دیگرانی مثلا بگذار و خوشی یک چیز مشخصی که هندگی دنیا تو که دیداری چیزا حداقل مردم فکر کار نکنن ولی یک چیزی هست که انسان جنگا ویل نکنه یا حداقل اون ساعتی انسان وشنی که ما شما هستیم نمونه کسل دیگری نمونه اگر باشه تکامل کو بهترین امکان دیگه موضوعین اگر مثلا که به تکامل اتحادی هستن رنگی هم ولی فعلا هم چنین و دنیا هم تعجب هر یکی مثلا چه سبب شما که ممکنه که نظام اشاره بسیار دیگه مشکلی بود ولی نه خوبش یک چیزی بود که پوتین هماوری که قدرت عملیات کرد مثلا گوشیشنا چه کاری بود دنیا گونی چه رفتاری بود بعد مثلا و کردستان چه رفتاری کردی بعد مثلا تامی اوکراین یک باری رفت که دنیا چی بود و این یک چیز جدیدی نه یک پروسه‌ای بود که عملیات پیدا رسیده و شرایط بین‌المللی که هستی شرایط بین‌المللی هم خوب به لاتین واسطه فایده نه مسلما مثلا قدرت مزنی آمریکا تا اگر بوده ولی خب چین هم وده قدرت کرده
بعدش روس همی ترکیه که منطقه روس اقتصاد ضعیف زور نیست روس اقتصاد مثلا در حد حتی آلمان نه در حد مثلا اسپانیا و ایتالیا در حد ژاپن هم نه اقتصادی یعنی چیزی که هستن در عمل ملی تمام گینانی هستن امروز جمعش بکنیم و تنها فرقی روس حکومت هستن و حکومت هستن که نفتی هستن گازی هستن که دولت واقعا لازمه میشه مردمان باز مالیات بگیرید هر دفعهش خرج کنید بدانید روس رو یک شکل جبران بکنه چیزی که مثلا کمبودی کسی در مقابل چین به هر حال قدرت اقتصادی بودن قدرت نظامی بودن و همین دو جمعیتی مدنی هم هستن جمعیت فکر کنم حداقل 4-5 برابر این روسیه و آمریکا یا خوب اقتصادی مدنی هستن امکاناتی مدنی هستن که روس ولایت نهاد تکنولوژی نهاد اقتصادی آمریکا و یا چین دارید تنها طریقه رقابتی هم شد که مثلا سرزمین بگیرید تنها طریقه هم شد که مثلا بتونید از ضرورتی بسیار جهان گشایی بکنید یا مثلا چیزی که فارسی استفاده کنید مثلا یادگار جهان گشا و یادگار جهان گشا شام مثلا دو تا هم چی کاری کنن حالا جهان گشایی نه اشغالگری انت چه باش بگیرن اگه قدیما هم بود اشغالگری همین بدبختی بود اگه مرچی هم هست همین داوان این طریقه لوتی بیا شکلی یک سری جبران میکنن که وقتی کمبودن روسا هستن تا بچاری که بسیار دیمترا چطورکا خاص وقتی مثلا قدرت بدارید این وقتا یا قدرت مطری بدن و روس مثلا علاوه قدرتی شی هستن که نیرو اتمی هست و کسی جرئت نکنه برای نزدیک چون قاعده نوشته که ما برای روسیه ما بوشتیم و جنگ جهانی سوم شروع و کسی هم نلوتی جنگ جهانی سوم شروع بیده و چیزی که آیه به اصطلاح میذارن و دانید که روسیه چی هستید و همین دفعه کم کم لوتی و دیگه با که انگیزان شخصی پوتین هستن تشی چکی نیستن تمام به ایران شاه هستن مثلا آمریکا چه یک جزیره تا گارسیا تا اقیانوس هند در کف شاوتی مثلا لوتی نیرو دریایی دیم بده و که آی ایران مثلا نیروی دریایی وانچ شده دیگه مثلا البته ایشان نه که شایوتی تنها انگیزان بودن بلکه ایران فرهنگ هم میده بود مثلا دنیا وطن پیش دارید چه شاه بود شهر رو تا کردیان خامنه ای شهر لوتی تا دنیا تو کا مطرح کنن چه شکلی پوتین هم هست تا انگیزه شخصیت شما گفت هست ولی اصلا چیزی که ما روس تفکر امپریالیستی تفکر ایشونی طلبی تفکری که در جا مطرح میکنه و به می خاطر هم مثلا خوب پوتین لوتی ها کسی که مثلا یک کار انجام داده و تی وی بیت تو هم لوتی مثلا مقایسه بیت با استالین مقایسه بیت با پیتر کبیرا یا وقت مثلا وقت شهبانی کاترینا که مثلا تیما روس تقریبا نظر کنه بود آی لوتی مثلا همچه حالتی بیت و یا ولی رن روسی کارا کنه مثلا رن چه انقلاب اکتبر آبادی که روس از لحاظ اقتصادی وضعیت خرابت یک انقلابی بود بازینش یک کشوران و استقلال تقریبا رسیدن چون هیچ یک چشام نلوتی جز روس و مثلا آذربایجان و نلوتی جز ایران به جز روس بود مستقل بود همین با دیگر ایالتانی که منطقه هستن یا مثلا کشوران بالتیک هستن لتلند و لیتوانی و شانی که این منطقه هستن فینلاند ولی خب بعدی که در روس و تا شهر بود سرجم بود استالین زمانه گا بعد آتیم هم حمله کرد درست دیگه آذربایجان هم بگیره تا این بالتیک شروع گرفتن تنها فنلاند نتون بگیره فنلاند از جنگش بود نتون بگیرن و هنگام بعد همه مثلا خب بازی نمیشه تاریخ تکرار نمیشه خب تاریخ ممکنه تکرار نمیشه ولی خب یک بحثی تاریخ هم هستی میشن که اپلاید هیستوری یا تاریخ نظام فارسی میشن که عملی میتن یا عملی فارسی انگلیسی میشن که یعنی تاریخ تو چاره که حتی باز چیزا شباهتش هست میشه ماچیسک مود میته بازی دیوانی که اپلاید هیستوری مثلا که دانشگاهان تا سوئد تا کشوران انگلوساکسون که من زانم مثل کشوران مثلا آمریکا و انگلیس و شانن یک کشوران ایشی مرشد تمامی بخشا تقریبا روایی یعنی بخش تحصیلات اقتصادی یا پلیسی هنی هیستوری به اصطلاح انگلیس یک رشته هستین انوانتی مثلا چون گشتر هنی کسانی هم که سیاستمداران یا حتی کسایی که شرکتانی رهبرت نیستن مثل گوگل بیتن تا مثلا آمازون و تا جنرال موتورز و تا مثلا دیگه شرکت‌ها مزنی که ببندین شما مثلا دارن مثلا تاریخ و بچارش تاریخ‌ها و جنبلان دیما و براتن و مثلا مقایسه کنن تاریخ‌ها و ایدا بیتن نه حتما آماده بیتن ولی خب مثلا یک سری آمادگیش بیتن شین که مثلا یه تاریخ خب به هر حال همین دارن دیگه همین دکان مثال جد استالینا قدر اما روس به اصطلاح تزاریه سرزمین پدا یک جا کتن یه بری شوروی نام و هنگام پدا پوتین لوتی همه عمل انجام بداده
اما کاری که مثلا پیتر کرده و کاترین کرده و رنده پدا استالین هم روسیه نه، استالین گرجستانیه. چی هم جالبه، یعنی پدا که ایرانی مثلا بری بشن افغانی فارس نیست، یا مثلا یه دیگه نه فارسی نه، ولی خب ایران سیاست یا فارس سیاست هم برای استالین هم همین کاری کرد پدا شوروی مثلا روس و سرزمین‌ها درست کنه پای پیش در ریتن بجز فنلاند و پدا هندیگان پوتین هم روی همین کارا و اگر یه شرایط دنیا هندگان جور بیتین تمشین هندگان به خوب بازی نمیگه عبارت نگن که در واقع یه شروع نوک تاریخی از بین المللی شی که روس حمله کرد 6 روز پیش به اوکراین، در واقع شیتون تاریخ بدل بود، یعنی تاریخی که جنگ سرد که تمام بود و چای رند فدای تاریخی که شروع بود که آمریکا مصنع حبر قدرت تو تی پروسه آمریکا و تو در سرانی که گیر بودن کشوران مختلف های افغانستان و تا عراق یا وقتی رهبران نظام کاری ها چین تا این پروسه قدرتمند بود، خب بله دیگه هندگان خب چین پدام رقیب آمریکا نه تا حاجت رو شروع بگین، بله خب ایشی باشد که ممکنه پدر روش تغییر بدن، چون در واقع بر اساس به اصطلاح سازمان ملل متحد حداقل کشوران حمله مکنه تغییر مرز مده و یا به اصطلاح کشوری بین مبر، البته عراق ایران سر حمله کرد و به شکل و پدر ایران هندگان باشه گنده که در دنیا حمله کنه عراق و بیشتر و لبنان و بیشتر یا جهان دیگه بیشتر پدا هندگان هم گنده مثلا نشان یحتاجند که بروند به اوکراین خب یه وقتی پدا یک رسمی چگل داده به چه شکلی مثلا بیانتین تغییر مرزا مثلا بر اساس جنگ کشوران بعد حالا سازمان ملل یک سری مکانیزم هستند که هم تریتوریال اینتگریتی یا به تمام ارضی کشوران دفاع کنند و همزمان لحظی بسیار آرتیکلی هستند که منشورن که با حق تعیین سرنوشت مردم حمایت کنند و شاید خوب یک سری چیزانی هست که تو بسیار خدا یک بحث جداگانه این ولی سازمان مللش نیست که کشورها حمله بکنن مرزم بدن، چون سازمان ملل چون مشاهدانه مثلا بعد که یوگسلاوی نتونید اداره بکنید سازمان ملل مسلما مثلا کشورانی که بخشان فدرالی مثلا استقلالی قبول کرد یا با همین شوروی یا مثلا اتیوپیا اریتره استقلال مثلا همین دوا استیمور مثلا استقلال چه اندونزیا و همین اخیراً سودان جنوبی چه سودان استقلالی قبول کرد. این مکانیزم که سازمان ملل هستن اگر شما مثلا چیزانی نیست مثلا هر روز خبرش می‌کنه ولی شان هستن ولی بر اساس خواست مردمان بعد بر اساس حق تعیین سرنوشت و یک پروسه حداقل دموکراتیکی بود و یا اگر هم جنگی میته ولی یک مثلا تفاهمی بین آنی حکومتش بوده و یک حکومت سرش بوده یه مثلا جدایی هم وجود یحتاجن تا یک اندازه لاتی جا هم جنگا رستگن مثلا بوسنیا یا مثلا کرواسی و تو آبادی یوگسلاوی ولی خب کم کم مسائل حل ولی یه مثلا نیوشه که دیگه نیوکن روشی احتمالاً دنیا تو که مثلا بیاین یک کشوری مثلا کار کنه یک کشوری دیگه بیاد بگیرید حالا شوروی پیشش این کار کرده مثلا یک باری چه بودستان گرفتگی و استقلال دادن و میذاره یک باری مثلا چه همین اوکراین گرفتگی هندگان استقلال دادن چون مدت پیش از ضرورت رسمی تیزانتن یا مثلا دیگه جاگاه هم گرفتگی مولداوی نمیگه بودم یک بخشی هست که ودام چون جدا بگن یک شکلی حکومتی جوش بگو رسمی تجاری بگن برایشی که پاکی کشوری چون مدنی کشوری هم چون اوکراین اروپای رنج و روسا بخش روسیه و اروپای روسا باشه مصنع کشوری از جغرافیایی و جمعیتی هم 45 میلیون جمعیتی هستن که مثلا یا پارگی گاری بکنن شی خوب دنیا تو که یک دیگه رسمی وجود کاری کنه و شی هم احتمالی باز هستن که اگر روسیه و جنگا بدارید و اگر نگاه مشغول بشه که مثلا یک چون مدان مایل لشکری دیم دیگه که برو کیو بگیرید کیف یعنی از نظام فارسی تیم شرطی پایتخت اوکراین ایگا بگیرید و این چون مردم کشاگی و چیز مشخص پوتین جایی که جنگی شروع کرده پروایی نیست به چه شکلی بیتن فقط مسئله شی که ببارتن جنگا پیروز بیتن اگر مثلا یه جنگ به شکل ادامه بیتن پشت باز بیتن و دخالتان خارجی گشتری بیتن و یا تغییرات گشتری بیتن ایشی احتمالی باز هست که شرایط بین‌المللی تغییر کنه و یک مثلا یعنی شیا آماده با که مثلا برلین دیوار روشن بود یک تاریخ مثلا چیدگی حساب بیتن ایشی هم همین با تاریخ ها یک
چیزی حساب میشه. تمام وقت مثلا جنگ جهانی اول و دوم همین چیزگانی حساب میشه. چون برای تمامی اتفاقات که اروپا کرد، اروپاییان خب برای دنیای از لحاظ اقتصادی هم دسته بود آبادی و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ منطقه‌ای. هنیان بلکه چونه کامل اروپایی چیز دسته نیستند که آدم مثلا پیسر بوده، بل پدا از لحاظ بین‌المللی یک قدرت اقتصادی نظامی و فرهنگی و این پدا اروپا اتفاق کردن و خب اروپایی هم مسلما هر کسی بوده برای کردن ها بشن که چیز ادر آین نظر یه چیز نباید اروپا اتفاق کردن و یا آین فکر می بوده که چیز اروپا اتفاق نکرد ولی همین اتفاق کرد و شیخوتی هم به یک شکل اروپا یک شرایط دیگه کاره میشه. مثلا کشوران مثل سوئد و ارتشش بند کو اگر کمترش کو اگر تنگی مدتی البته تازه نه مثلا به 6 روز دوتانه بلکه انو سالی 2 سال همه پاسا شده شام دیسته که روز کم باز و تا مهمتر کنه این لوتی به دنیا گشته بچه کرایمه جنگ 2014 شان سار کتا هنگام آلمان هم مثلا یک شکلی سار کنه که مثلا به از چینه بودی و اروپا مثلا پیسا حسابی بوده که آمریکا که دفاع کنده هنگام یه چیز هم ممکنه نگه مثلا آمریکا بیاد سربازان بیاری به اروپا جنگ واسطه و شرایط قدیمی هم آمریکا چون راحت نیاته بلکه بر اساس یک سری اجبارات یاته و بر اساس توانمندی یک سری رئیس جمهوران میتونن یاته انو همچین رئیس جمهوران نیستن دیگه اروپایی کشوران و تو آمریکا هم بخصوص دموکراتانی به اصطلاح استراتژیستان و رهبران قدرتمند نه انت تاریخی بودن مثلا آیزنهاور و یا چرچیل یا مثلا دیگه کسایی که توی کشوران بودن تو اروپا انیان گشتر کشوران اروپایی رهبران گشتر یا آقای بایدن شان گشتر شرکتان رهبراتی انجمن خیریه خدماتی بدن مردم این گشتر هدفش همشیه نه اینکه مثلا استراتژیستان تغییر اجتماعی تغییر کشوری یا تغییر شرایط بین‌المللی اگر وقت چیزی اتفاق کپید آن مسئله اینه بل خب وقتش تا این ساعت نه که تغییراتی وجود میاد مثلا خب تدیو مثلا سوئد هم یک نخست وزیر است اولف پالمت دنیا تو که مثلا لوتی دخواه حداقل تحصیلی بیت بل همین سوئد هم چیزانی نیست مثلا سوئد نخست وزیرانی که هنگام هستند بیشتر کسانی هستند که فکرش هم چطوره که انتخابات ببرند که چطوره که بتونن مثلا یک بخشان جامعه کانره دیدن که جذبش کنه فقط آیا خدمات میدن و همچنین رهبران استراتژیستی نیستن و جرتن با جورتی نیت اروپا اشی روسیه خب برای اروپای سریستار بوده به شکلی یک شکلی اروپا مجبور میکنه در مقابل چین و آمریکا و هنی به صلاحی تجاوزی که روسا بوده در اوکراینا به شکلی باید بیتین و یا اصلاحاتی قدرتمندی فکر بکنن و همشیوتی هم تاثیر میده همشیوتی یک شرایطی جور کن که نوکین به موقعیت بین‌المللی جور کن این وکی موقعیت بین‌المللی پدا مردم ممکن جز کنه ماشو بلوشین واسطه فایده یا نه اشیا خوب کلنی پر رنده که نگام گپ پاس ما بانتی منی رندات مسانگتن جز کنه ماشی وارد جواب سلامت البته منی وقتی جواب بدم زانو که جواب پاس است تشکر باز مهربانی و جناسر من پیسر چشی که جستا بکنواتی که سنگتان دیم داتا پاما لوٹت گوشوں کے سنگتانی که جالا نشتگا طبق روال پیشگی برنامه‌انی که بودتگا فعلا ما رایزهنده بسته که گپان که حلاس بنده تا یک تایم خاصی رنده گوڑا یدگی سنگتان تونن دستا برز بکنن تو بیاینده حالا جستی یا که برحال وقت یک توضیح کامنتی چیزی هستش بدهند. واجه ناصر شما گوشت که این اتفاقی که هنو برحال روسیه حمله کتا اوکراین و اوکراین گرگه شما حیالا این مدل اشغال کنگ این مدل ملکانی که رگ و مرزانی بدل کنگ چه تأثیری هنو مخصوصا اروپایی تو که به هر حال مد توسعه و عمران و یه چیزانه و سعی کم پیش یاتا که جنگ پیش بیایده مخصوصا در یه چند دهه اخیر شما حالا چه تأثیری سر خود روسیه ایلیتن
ایشی آیا منزوی بی آیا ایشی که وقتی وحده که اوکراین یا البته آیوش من زمینی نکنه ولی اگر زمینی بکن مثل یه دیگه ملکانی که پیسرا گفتگن تی مثل کاریما و نظام یه دیگه ملکان چه تأثیری بیتیش میالا و بدان یه تأثیری که اگر هستید چه پیامدانی هستی به یه دیگه ملکان اروپایی و اینگو مشمه بلوچستان نیمک مهربانی سلامت باشی که چه تاثیر بلیتی بستگی که ما در پیسرته و تبرات و باش کدی جنگ ادامه باشی که روس سر تأثیری هستین یه چیزانی که انیگان به یگان یک تحریم اقتصادی کنگانتی و روس همی خوب یکم که بیچاره دیگه دنیا گیشینه بود و کنگ بوده یا شکلی مثلا باشی منزویش بوده و دیمترا هم منزوی تر بیده حالا روس مثلا یکم و باز مثلا هم نشنال رزرو یا یک خزانه پوتی جوری بوده که 600 میلیارد دلار ولی خب شیء تکدی مثلا استفاده کردن چه شکل استفاده کردن تمامی رابطه ها قطع و برطبت یا سویفت سیستم بانکی یا دیگه مشکلاتانی که هستند اقتصادی و در روس تکنولوژی لازم باز وابسته به غرب هر چیزی که بوده مثلا شما اگر بر مثال مردم باشیدین ما چیزی نگین که روسی ببینید تا دنیا مثلا استفاده ببینید باز و فروشی ببینید بغیر اصلاحانی که هستند دیگه چیزی نیست انتی و تمام تکنولوژی تقریبا هست وابسته این و هنگی دنیا تو که پر روس واسطه روس مردم واسطه هم مشکل ببینید که شرایط داره ببینید و در واقع بازین همین امید کنند که سبب بی که روس مردم پدافعات بیایند و امید واقع دوران در سیستمش بدل کتا یا به چه تزاری یا با کمونیستی و سوسیالیستی و راندچه کمونیستی و سوسیالیستی حداقل واقعی شمشیت که دموکراتیک بیت که تا چند اندازه بی اما بی دیگه خبرین امیر به هر حال یک کوشش کتا بودی که بیان تی کارا بکنن تی مردمان هم انتظار همشین که یه بری هم یک کوشش کنه بیتن البته دراز مدت مسلما نشید بر روس واسطه باز ضرر بی اگر روس هم به اوکراین بداریتن یا از نیمه بکنتن یا یک بار بداریتن برای نمیگم مشکل جور بوده و چطور که پدش این مشکل در که تا زمانی که پوتین تا قدرت این مشکل حل به یک مدت نه ولی خب تاریخ تو که چه اتفاق افتاد به سر ترامپ روسا ولی مثلا استالین مرد خروشچف تقریبا یک مزنی مثل رفرم مثل وقتی ما کمونیست سیستم حسابا شروع کرد و تا دنیا هم رابطی بهتر کرد باز چه استالین زمان حالا مثلا لاتی همچی امیدواری هم هست که مثلا ببینید روس پد همچی کاری مثلا چه پوتین حالا پوتین هنوز 70 سال نمیشه دنیا هم مردم باز بکنه ممکن 10 سال دیگه بکنه قدرت بداری یا به هر حال یک تایی ویدید یا یک بجانتی یا وقتی به هر حال بمیرید دیگه اتفاقا ولی در کل شد که همه شرایط چک نامشخصه ولی مسلما روس سر تاثیر منفی باز این تاش مشکلی همچین چه بونگی جا 20 تا 30% روس مثلا روبل کاپ جار ولی خب روس ها به ذرانی که $10 دلار به ذره سر اعتمادی نبوده به ذران یر بکنه به عنوان خزانه دلار یر بگم اشا هم خوب یک بحرانی بازینه تا کشوران اروپایی و سوئیس ان شاء الله هم بند کنه بودن تا اندازه سرمایه روس و اشی هم وقتی یک مشکلی پر روس جور کنند در از مدت برای اگر یه دام ادامه بیدید جامعه روس کشتین ضرر را کرد حالا اوکراین که 100% همین هم ضرر باز بوده ولی خب روس جامعه باز ضرر کرد اگر چه اروپا هم سختیانی هستن مثلا انرژی مثلا که در گران کپیتن پای مردم در سوئد ما اون زندگی که رفته بورزا پیسرتر البته رفته که بورزا هم بوستر روته نفت هم چون زندگی رو بگیم بورزا باشه تمام گنا تاثیر البته بل در کل بیشترین ضرر را اوکراین کتا پدا دومی و تی ضرری بیشترین بیتین و روس این حالا بچاریم مسئلهش این که ممکنه که این مثلا رئیس جمهور روسیه هدف تنها یک چیزی بیتین یعنی یاگین ته اوکراین یا ادامه دیگه شکلانی نه تنها مثلا هدفی همشه که اتحاد جماهیر شوروی سرزمین پدا برابر بکن پر روسا بلکه لوتی بلکه همه وارشو پاکت و مثلا بلاک شرقی که من نامش گرفته آیی یاد بکنید آیی منظورش که کجا برود البته یک چیزی که مشخصه که روسیه اقتصاد نیه غرب همه میزوری زانت یعنی مثلا ایران باز ادعایی هستند تو کار خرابی باز بکنید ولی خب
وقتی مردمان واسطی هم ضرره مثلا ولی خب پوتین هم مثلا همچون اعضاب کمونیستی اگر ما فکر نکنم مثلا تا لهستان ها یا تا جهان دیگه ببینید که چون مثلا ایران شیعه هستن بتون تحریکش بکن پوتین هم بتون تحریکش بکن تو به یک شکل مثلا این کشورها نام بکن پوتین باید بتون لشکر از و لشکر خرج هم سک باز و دراز مدت هم خیلی امکانی نیست و پوتین اگر لوتید مثلا یک ناپلونی بیتین یا یک هیتلری بیتین من خلا کدرهای هم رو نکرد اما دا که ناپلون هم آخر انگلیسان گرفت و بندش بود اما دا با هیتلر هم به هر حال آخر مجبور خودکشی بکنته حالا ممکنه پوتین به کسی مرا تو مسکو بگیرید ولی خب به دیگه شکلی به اصطلاح پری مشکل جور این یه بار تمام بود. جی مهربانی. ملک جان بفرما. پرگاتی هستی باش کنه من جی نه بوگش کنید. من ناصر جان این سوال بود که بگم که با همین بازی این که تحلیل گرامی هستن که این جنگا رو شکست واقعی و باز این آن توصیح که از لحاظ اقتصادی روستایش که پاوری از آن یک ساعتی مولتی بله شما زانگان که شورای سالو درگه مردم بچهاشته این شورای هم یک ساعتی مولتی که سیاسی و اقتصادی آدم میکنه دنیا دوتی است که همین بعد یک مدت دنیا یک قطبی به آمریکا قدرت داشت آمریکا مشابه که پولی و اقتصادی دنیا هست همین بیت نکنه که دنیا پر سه قطبی میاره همین دواتی جنگا که چه گویند که دیروز نبی بله بیت کن که پوتین جنگا ببار صحبت بچینه کمک دنیا پر سه قطبی میدوستم گپ همشین در واقع روس هدف هم هدف پیسرتر معتبر هم گشتم شاید که روس گندگین که چین دیما یا آگین تا آمریکا دیما یا آگین تا روس کپگه و اهمیتی کمتر بوانه یک دابی و پیش بداری اگر به اصطلاح شما را اقتصاد هستین یا تکنولوژی هستین بل من هم یک اگر اقتصاد نیستین بل یک تکنولوژی هستین تو هم نیوکلیر یعنی مثلا تیاری هم کتا که حمله واسطه دستور داده تیار دانید که آیی چه 100% استفاده کن که در بازنده مبی و روس و نتو جبران بکن و تی شرایط چه مثلا همین تکنولوژی و تیگا برو دیما چه آمریکا یا چه چینا اقتصاد هم چون رساگا نتوان برو چه هر دنیا کشور هم برو دیما برو چه تجمع وش روس در واقع نگاه معمولی کشور اروپایی مثل اسپانیا و ایتالیا حتی در حد آلمان قدرت اقتصادی نیست یا ژاپن حسابا قدرت اقتصادی نیست دانید که تنها راه طریقه همشین که وقت همه دوا مطرح بکن دیما بیارید و این طریقه دیما یارگ همشین که هر حال به یک شکل بگوشه گنده منطقه بیدن میره بودی اولا مثلا به یک شکلی روزی اوکراین چی بکردین چی بگوشی که تو به اصطلاح ملامی بکردین تو یه کارا بکن یا کارا بکن یا غرب یه کارا بکن یا کارا بکن آخر کسی خبری نظر چون امکان نیست که مثلا یه برانی های زورک وقتی آیا هم ذاتشون امکان نیست که ما والا برنامه ریزی که حمله بکردین مثلا یکی خبری بزرگترین مسئله اینه چون پوتین و تصمیم گرفته که این کارا انجام داده و این کاری انجام داد و هدفی هم همشند که این بحر ببینید دنیا دو بحر پدا ما بیتیم پدا خاص چین پدا چین کو برای که قدرت آسیایی روس و تا اروپایی چیزاته و تا روس ادبیات هم چون که ایرانیان ادبیات رو که هستین که ما مثلا یک ملت برتری هند یا فلانی تا روس ادبیات هم شی هستین تمامین تا داستایوفسکی مقالات کتابات بانه تا تولستوی تا وای آدیگران ها که تازه بهترینش بود یعنی واقعا انسانان خارق‌العاده اند تولستوی یا مثلا داستایوفسکی کتابان بهترین کتابان لیتراتوران دنیا ولی خب یک مثلا چی روسی هستندش و روس تاریخ هم مثلا تا اگر بچارگی بانگی یه چیزا هستند که مثلا نویسندش که مثلا در واقع ما روسیا خاصی بسیار میشینی هستیم در دنیا یا خاصی رسالتی هستیم یا خاصی بسیار جایگاهی هستیم و یه جایگاهش هم خوب بر اساس موقعیت گیرش حتی سیبریای نیمگا و جمعیت کمی بوده ایدرو علاقش در حالی که منطقه کلا جز روس نبود تگن که مردم روسی نه
یعنی جزء روسیهش کتگند به شکلی سرزمینی مزنین و نفت و گاز بازن و شاید سی موقعی داده و نلوتی موقع تا دست بداده سرزمینی بچار سوسک بزنه جمعیتی کمی از تکنولوژی عقب کرده بل نیوکلیری هستین و که پوتین هم وقتا به عنوان یک استراتژی زانتین و لوتی که روس جاگاه تا دنیا محکم بکن از ضرورتی حالا مسئله که دنیا تی مسئله محکمه چه دنیا تو چیزی ده تو چیزی گره حالا تا چند از روس نوتی چیزی بداتیم یا چیزی بگیریتیم به کشوران واسه فایده بیتین دیگه موضوعیه مثلا خوب تا یک شرایط مثل سوریه تون کار بکنتین یا چچنا مثلا تون با شکل سرکوب کنک بیتین حالا یا اوکراین هم تو تمی کارا بکنتین یه پدا دیگه مسئله این و بعد خرج چین چو بیتین پر روسا مثلا یک لشکری دیم دای فکر کمی لشکر پایتخت تا کی و گریتن و نزانم دیگه شهران اوکراین گریتن بل تانگت هیچ یک شهران گرگ نبود تنگ روس دستا و روس لشکر تاگت منته و باز مردمی هم کشک بواگن حالا بشی به صلاح هندگی مدنی چون مایلینگ گوشن نظام 13 19 یا لاتی ماسته لاتی کاسته یا اگر دیم پایتخت اوکراین یا شام پدا چی کننده اگر شام بتونن کاری بکننده خود وقت پوتین هم زیر سال روته بشی که پوتین هم روس شکست ورته خب روس فعلا که موفق نبود بله شکستی تاگت نوارده شکست زمانی وارده که ایران بکشید و یا مثلا جنگ ادا ببینید که مثلا اشتباه و تیکارا دیم آورده میشه هم خوب تازه 6 روز شروع بوده البته امیدم شد که در 24 ساعت یا 2 ساعت یا 2 روز گشترین بحران بگیریدن بله تاگه چوب جاکت مشکل کرده و اما بحرانی که روسی زبانن هم مرزم و روسیه به اصطلاح مرزا هم آیا مقاومت کنه اگه همه شهرانی که آیا اعلام کردن که مثلا ما گرفتن ها شهری هم نتونسته بگیرید و یه خوب هر حال پیش داره و یک فرقی هم هست که اوکراین رئیس جمهور چه دیگه رئیس جمهور یا لات دیگه مردمان جان دیگه نیاد که زود بجگرید و ایشی هم مردمانی هم چی دادن دل جمعی دادن همه با غرب و پیسرشان فکر که روس که اوکراین گری ما 2-3 هفته رند 2-3 ماه رندگی هر کسی عادت که چه اخباران در کپی من رابطه انگ روس هم پیسرگین رابطه بیدن ولی در واقع اروپایی هم خجالت زده کردند هم آمریکا هم اروپایی مردم اوکراین و رئیس جمهوری برای مقاومتی کرد داشتی رئیس جمهور و مردم هم مقاومت کرد ارتشی هم اگر چه نیروی هوایی هستین دیگه چیزی هستین که آدمی و نه چی آمادگی هستی بله خوب به هر حال مقاومت کنگین و همشون وقتش هم یک چیزی پیش داره دنیا تو کادا که ما فکر کنه دنیا دیگه ما نروتیم مثلا که درست فکر کو رانچه به اصطلاح جنگ سرد پروژه دنیا دیگه جنگ نبیتن و لیبرال دموکراسی دیگه ما روتن و مشکلات کم بنتن در حال کم چیزی نیست یه جامعه انسانی متاسفانه تا ساعتانه اعتماد پیسی تبرکتن می انسانانی که اندیگه تکاملیت کرستگن ایشان تا یه حد نیاد که جنگ ویل بکنند اما زمانگاه هم که نشته نام گشته که انسان هم آودی که کار چش استفاده بکنه هنو ما سواران فرقی نکنه که تو کارشان تونه یه شهر استفاده بکنه هم بدی استفاده بکنه و همه دابا هواپیمایا ماشما انسان ها فکری بازی پیشرفت نکنه و یه خبری که رشته نگه و من خیالم واقعیت هم درست نیست و تاگت انسان هم میداوم هر کسی باید وقتی منافع و دفاع بکنه کشور اروپایی که فکرش کو وقتی ارتش مثلا سوئد یک زمانی مدنی ارچی است بعد یک کم میکرد یعنی مجبوریم پتا گشتری بکنه یعنی پتورسن لارزم کاپتگان ندانه چی بکنه اولا پیسره یک دل جمعی هستش همین سوئد هم پیسره سوئد هم جز کشورانی تا یافته به صورت البته سوئد هنوز هم تو فوت بمب اتم معرض بکن ولی تمام کاری انجام دادن جوری بکن بل رنده ویلی کده بخواد چی کو تورس روسا هم دیگه گشتر و وقتی مثلا بی‌طرفی ته حفظ بکنه بله خوب هندیگا مثلا چه رفتاری کنند کشوران اروپایی رنچشه بیچارهش تارکا بیدن ولی یک چیزی مشخصه است که مثلا مردم باید یک فکر کنن یک چیزی کار خوبی بگید مثلا حتما خوب نبی هم وقتی ایران انقلاب و بازین فکر ممکنه کاران شهر بعد شهر دیوار روانته حالا مثلا ما وادی خوب سال دوم ایران مایتین و یا گشترش کسایی که دا هستند احتمالاً سه نشاوری جمعی باز ماستر نه تا باز ولایت نیست نه تا ندیسته ولی خب امیدواری به درد نوارد امید به جنبش به اصطلاح عربانی بهارت و یا همین وقت شوروی پرشگت که امیدواری جور که دنیا کم باز تغییر کن هم چیزی نه گنده این که دنیا با شکل تغییر نکنه اگر جنگ و جیره طاقت هستن گرسنگی هر جا هستن داخلی جنگ هستن و هم کشوری جنگ هم چون برای بودن بالا هنو پیدا خوب گنده این که مثلا شوروی ایجی روسیه اوکراین و دیگه دا بیاگه دنیا تو که خب باید هر ملتی هر کسی باید به یک شکل فکر بکنه نه اینکه مردم ضرورتاً برو جنگ و جیره بکنه یا برو مردم سر حمله بکن
یا کشتار هر بکن ولی حداقل هنچو بیتی بیمی بیتی که کسی سری حمله مکن یا هنچین دوستی بیتین که کسی سری حمله مکنتین شما شو دل جنبه مثلا اگه کشورانی وردی مثلا مثل قطر اگه آمریکا گورنه باید وده وقتی همسایگی هم راضی نه آمریکا هم راضی نه شما آمریکا وده سه منافع هستین دیره یکی کشوری وارد که تمام کویت مثلا عراق حمله کتو آمریکا را به عراق در کتو یا مثلا بحرین هر وقت زیر سال طرف ایران را حکومت تک آمریکا بیاری وده و یه خوب یک پرنسیپی که تقریبا 2000 سال پیش یک سیاستمدار هندی یا یک مثلا کتابی در کشین نوشته شده میگفتی که هرده ملکا معمولا باید وقتی که همسایگان دیگه مزنی ملکیه باید وقتی ملک مزنی که سک دور این چایا وقتی اتحاد جور بکرد و شیعه که کاری کرد بستان سعودی هم بود عبدالعزیز که به اصطلاح بنیانگذار سعودی عبدالعزیز که وقتی که وقت لوتی عربستانی گفت و عربستان سعودی لوت کشور عرب بکن باید وقت انگلیس نزدیک تو انگلیس های لوگ شوکا رفت آمده است های انگلیس مردم ها این بله خوب کوشش کنه آمریکا و تا نزدیک بکنه و چیرکا هم رفت که آمریکا بگین دیدن آمریکا هم نلود ظاهره بگین دیدن آمریکا هم رابطه با انگلیس خوبت به اصطلاح وادی که رفته با کشتی تو که بگین یک بیرت دریای سرخ تا مصر نزدیک ها بیشی که انگلیس آمار بدهند وروده به اصطلاح روزولت جوز کو پارچی تو وادی با انگلیس نزدیک پارچی تو گمان نزدیک انگلیس میگه البته انگلیس آوردی خوب تا منطقه هست هر جا دیگه انگلیس میگه نزدیک شما دوره شما برین گوش شما معتاد میتاگو انگلیس چه مثلا عرب امریکن اویل کمپانی شاید کو آرام کو که نامی عرب امریکن مثلا با هم دیگه وره دیگه آرام کو مثلا یکی مشترکین اکران ده خوب در بیستان سعودی کامل چه آمریکا زور تو فاکیبتی کو تا دیگه موضوعات تاریخی پدا دیگه جای مردم بحث کنن ولی معمولا کشور اوردینا سیکرن دیگه رابطه در بگیجن وگرنه مرچ که دنیا تو که مردم مشکل البته اوکراین هم کوشش کرده ولی خب چطور روس نه اروپا نزدیکیت کنه آمریکا با شکل آیم کوشش کرده حتی تا قانون اساسی و دیگه یارتی برو جز ناتو بیتن یا جز مثلا اتحادیه اروپا بیت هنی هم لوتنگ بیتن و تا قانون اساسی هم و دیگه یارتگی مثلا یکی مثلا برعکس چیزی که روز گوشید اوکراینه گماور بودن اوکراینه و قانون اساسی هم یارتک نه روسا ماره جتا ماری موت ورک کردن چه انقلاب بولشویک هم اول هم جدا بودن و آیا هم گوشن که حالا کلمه هولوکوست پا یهودیان گوشه گاهن دیگه حالو دیگری هست حالو دیگری یک دیگه حالو دین از نامی ولی یک کلمه دیگری بوده آنی که من هنوز کلمه یاد نه یعنی که مردمان ای گرسنگی بکشه به اصطلاح هنگر یا به اصطلاح چه سالی جور بکنه کوکش مثلا استالین زمانه بوده جورش کنه بازین مرتگن تو پیسرتر هم جورش کنه بازین مرتگن تو شیان باید بدانیم وقتی که آلمان هم حمله کرد روسا یا پیسرتر هر کسی حمله کرد روس را اوکراینیا معمولا گشتر اوکراین مردم و تمام مخالف همراه بودن چون پیسرتر مثلا جوادی که سوئد به اصطلاح پادشاه روتین کارل 12 روتین دیم پا اوکراین و هم بود روس جاکن اوکراینیا مثلا گشتر و سوئد همکاری کردن یعنی هیچ بار راضی نبودن باری چه روسا حداقل مسکوش خصومت بگن شیر نلوتا ویشیک مثلا مردم زمانی که اتریش هیتلر هم اتریشی یا تو آلمانی زان دیگه گرای یه دا بیتین تا آلمان هم حمله بکن اتریش بگیریتون یا سوئیس تقریبا نزدیک 70% جمعیت منطقه هم آلمانی سوئیس هم باید بگیریتن و یه استدلالا هم یکی استفاده بکنتین دنیا مثلا سکسل بیتن سلامت به بخش من دیگه مثال یارتا یه جست جوابا بله سلامت به ناصر جان باز وجه مسعود جان وجه بلوچ اگر شما را کسی یک دوستی را داده و جبی حالی هستی مروت را کنه منم مهربانی ناصر جان ملک جان وجه بلوچ ترا گپی هستن سوالی پتا چیزی آتا روٹے گپی بکنه متشکر و یک سنگتان جز کتا واجه ناصر روشی جز بکن که برخورد دوگانگی مثلا جامعه جهانیه مثلا با توجه مسائلی که تا بلوچستان بودی مثلا هر رو مشاهده بلوچ پاکستان کشاگو یه دیگه اقوام سوریه و یمن یه دیگه جاگا یه برخورد دوگانه چون که دیگه واجه ناصر
ولی بالاخره برخورد دوگانه البته از ما شما ممکنه ببینید ولی از نظر غرب برخورد دوگانه نیست. این در واقع غرب وقتی لوگا اتفاق بگین اروپا اتفاق بگین دوایان نزدیکین و شد که هرچی ماشو گنده هنو مثلا لهستانی که پناهندگی قبول نکرده اوکراینی پناهنده ها 3 سال پناهندگی دا اجازه کارش دادن بهداشت مفتین و به صلاح تمام چیزانش دیگه لهستانی و پدا وقت اوکراینی زبانش هم نزدیکن یعنی وقت تو بعد یک چون روزی بمانه چون هفتگی یا چون ماهی بمانه تی زبان یکی سربد به هرچی ما گوشت یک مدتی مثل لهستان و اوکراین حداقل بخش غربی اوکراین شان یک کشوری بودن و یکدیگر را نزدیکن و ایشین که یعنی ایشی که مثلا ما شما را انتظار ببینید که اروپا بی منافع دیگه که هستینتی بیت مشه مردم ببینید این مزنی مشکلی هست و ایشی که مثلا حتی زمانی که آمریکا تا افغانستان هست که نامنی کرزی ها و که و تامی آقای هندگی که رئیس جمهوریتی جگرید شام بایدن اشتید کاودی بایدن معاون رئیس جمهور بیتن یا به هر حال نماینده مجلس بیتن بله فکر کنم دو زمانی که معاون بیتن بعدی که گندیته شاوشن پاکستان بچه پاکستان ها شما فشار نیاره باید دیگه همین جوابی دادیم که پاکستان تا ما از لحاظ سوغل جیشی مهمتر چه شما ما پاکستان تا اندازه تونیم فشار بیاره شاید که کشوران بر اساس منافع حرکت کنند چی که مثلا ما یک سری خبرانش کنیم واشین خبران حقوق بشری یه دیگه فکر کنه که ادا ما چیزی هست با ما باشه تو نه پاوت جذب کنیم ولی وقتی افات شام وقتا همه ادا بکنیم مثلا حقوق بشر وادی که ما گپ بزنه یعنی ما بلوچ فقط حقوق بشر هم باید اجرا بکنیم توتی رفتارات توتی اخلاق توتی جنینا توتی رابطه یا توتی به اصطلاح جامعه مردمان ایشان مثلا بزوره ایشی که انتظار بیتیم اروپا یا آمریکا مثلا نماده که در رابطه با مثلا بالکان یا بالتیک مثلا عکس العمل پیشداری یا اوکراین میباره عکس العمل پیشداری این عجیب غریبین گپیه و انتظاری هم نباید و همین اوکراین هم مثلا ما شوات حالا روس عراق نیند یعنی یه مثلا 100% شباهتی نیستند ولی کویت که نفت هستد غرب خوب و یک گشترین به صلاح انرژی ربط و عراق سر حمله کتو کویتیه ولی اوکراین هم نفت هم نیست نمیگم شک مثلا من واقعا هم میده وقت بایدن گوشتک جنگ جهانی سوم احتمالش رو هست که تو برات این کار انجام بدهند و دیگه موضوعیت ولی دنیای توکا خواستان متفاوت هستند یک سری خواستان اقتصادی هستند و دیگه دیپلماسی ها کتاب نویسه گوته اگر شما سرچ بکنید کین دیپلماسی گوشنتی به صلاح دیپلماسی خویشاوندی که کشوران توکا هسته و اکلاتی کشوران مثلا خب عربان توکا یا مثلا هم ده اروپایان توکا یا شیک مثلا کشورانی که انگلیسی زبان خبر کنم یعنی دیده مثلا آمریکا و استرالیا و انگلیس پدا با هم دیگه یک وقتی که انگلیس در کپتا چه بوده یک کالیشن جورش کتا و فرانسه ها به صلاحی چیان لوتت بها بکنته زیر زمینی چیان نزانو کشتیان زیر آبی چیان نام نشانشی چیان دریا کار کننده شما مثلا استرالیا باش بکنته او دیگه بعدشان هم مثلا استرالیا وقتی نظر عوض کد و آمریکایی که زورتن بر اساس همی اتحادا بین رابطش خراب بود یعنی دنیای توکا یه چیزان عجیب غریبی چیز نه مگر اینکه ماشوا بلوچان یک دابی و تا سازماندهی بکنه یک دابی و ادبیات سیاسی جور بکنید که رفتار هم و تیگه همادا تنظیم بکنید که مردم پسند ببینه همین هنگام ما شما مثلا بگید اوکراین مثلا جنینا تا چند اندازه عمل کنن تو ما شما مثلا بگید تا بلوچستان جنینا تا چند اندازه عمل کنن به چه شکلی آزاد حالا استثناء هست بلوچستان بین جنینا و جنینا واقعا هم آواز کنن و واقعا هم بورن ولی اصل شید که مثلا تا ایشان هم بس ما شما بگید و بعدش هم مثلا یک تاریخی مسئله هست انتدا و شانی مسئله شید که خب یه جنگان جهانی اول و دوم هم اروپایی جنگ بودن اگرچه بشنت جنگ جهانی به قول یک به اصطلاح کمدین لبنانی هستن فکر کنم لبنانی یا دیگه عربی به هر حال یک کتابچه که نوشته یا بشه که اروپایی‌ها نه شاملگرای هر جا شما شاملگرای میشه که جنگ جهانی اول و دوم
در اروپا اتفاق کرده بل نامش اشتگن جهانی چون اروپاییان شاملگران دیگه چیزا ما رو ور نکنن ولی بعد یک جنگ بی گوشی در جنگ جهانی اول دوم در جنگ دنیا تو کنه بود اروپا بودن و هنگاه همه جنگان تا اروپا بودن و اروپاییان واسطه یک سری خاطره هستین و شین که مثلا هنی آلمان شیا مثلا یه بررسی مثلا توادیک مثلا اکسپرتان کارشناسان اروپایی و تاریخدانان اروپایی هبران گوش کنه شانی گپ هنیگه همشین کشی احتمالی هست که پوتین اوکراین مداریده برود به طرف لهستان برود رند لهستان خوب آلمانه رنچ آلمان هم خوب یعنی رای پچید همچین ارتشان قدرتمندی نیستن دیگه مگر اینکه آمریکا بیاده و تو اروپایی همچین ارتشی نیست که روس ارتش دیگه ما بدارید حالا اگر روس ارتش جنگ کد مکانتن و مردم بتونن دینی بدارن تو دیگه مقاومت قدرتمندی ببینن چون مثلا فنلاند مردم دینی داشت دیگه موضوعیت ولی خب بعد هم اروپای واسطه سخت بیتید که مثلا یک همچین اتفاقی بکبیدن چه اروپا شی مخالفین شی من خلال گشتر مثلا بر اساس همه مثلا دیپلماسی خویشاوندی و شی اروپا اتفاق کپگن و تاریخ هستنش و مثلا وقتی مثلا یک مرکز فرهنگی په اروپا بوده تا حاجت هم هستین و شی که مثلا چی راحتی چیزی نه و یه دو چیزا اگر چه از لحاظ حقوق بشری قابل مقایسه اند که ما شما فکر کنیم بل از لحاظ حقوق مادی کشوران و منافع ملی کشوران و روابط بین المللی که هست که این مثلا یا بگوشگی چی بگوشگی دیپلماسی خویشاوندی ایشی یک اپا بجنه ایشی مثلا هیچ وجه با هم دیگه شباهتش نیست. سلامت و تنفر جان کی باز منت و امید مواجره و سعودی باشوگه دوستی هستی کنه و اگر ما برای جالا जी मैंने तो रहा संगतों चेहरा रहा था वो याद है कि सवाल आखिरी कि बरसात शी तारीख माशमती पोस्टर बेचारे ज़मान रज़ा शाह कि याद चीज़ हिटलर हमायत को था जंग जहानी दोम अन्य माशम गेंदे के जमहूरी इस्लामी वो तरह बरानी वो तवाज़ुक शी वज़ीर मुल्क खारजा पेरी है तो वैसे कि रूस मारे तहत परजाम कलाक जत उमर रहा था باز هم یه یک قاطعیت خاصی دفاعی کتا چه روس جریان شیش مچونه که بیندگه وجناس لطفاً ناصر جان پیش که شما وقتی پس بوده من لطفا اعلام کنم که سنگتا اگر جستی چیزی هستش تو نه هنو دست هند چست بکنن تو بیایم برزا وقتی گپ یه چیزی هستش هم بکنن پیل کن مهربانی سلامت مسعود جان باش شهرت و سنگتانش باشن هر کسی دوستی هست یک ایران همیشه حکومتان ایران یک تفکرات فاشیستی بودگش و همیشه تو فاشیسم حمایتش بودش دیگر همین دا به رضا شاه همین دا نزدیک به هیتلر از آن اگرچه انگلیزان یارتگه حالا لحظه گوشن که چرچیل واشتر مواد ایران چه چرچیل واد ندیده من تمی ایرانی وقتی نوشته آن دیده لحظه ایرانی واد نوشته که دیده بی واشتر چرچیل که رضا شاه ما یارتگه ما در بوده مواد ته انگلیسی بسیار نوشته ندیده این سندی من ندیسته به جز از ایرانی نوشته لحظه هم خوب ممکن چیزا نویسن بر اساس ولی خب هر کسی هم زانتی که انگلیس دست میده رضا شاه یا آقا و رند رواق هم رضا شاه یک ایرانی طرفدار پادشاهی هستند و رضا شاه که چی دادی مردمیت انگلیس در نکرد دیگه به تفصیل دلیل این که مردم نباید پادشاهی پرست بیده یا فودال پرست بیده چون شاه اساسا هم چوک جگره تمجرین دی جگره و شد که یه بسیار ایرانی هنگی هم خب خمینی سیستم تمجرین فاشیستی و رئیسی خوب فاشیسم اصلی نشانه و ایران اما وادی که وابسته به غرب بوده چه هیتلر حمایتیشون وابسته با آمریکا و انگلیس چه هیتلر حمایت بوده هنگام اگر وقتی مخالف آمریکا و انگلیس مسلما چه روس حمایت و این یک بحری چه هویت ایرانی فرهنگ دولتی ایران بوده تا یه دوران ها واشی عجیبی چیزی نه که واسه ورن یا وقتی باترین چه هست البته مقایسه بکنه یا وقتی باتر چه پوتینه یعنی شیک واسه ایران به صورت حمایت کنه شاید ایران وقتی کاران کنه
پوتین چری حمایت کرد و ایران هرچی سیلی حکومتی که پوتین هم برتری کارانی که ته به صلاح عراق کتگن ته یمن ته لبنان خارج حالت ایوت بلوچستان ما شما دیستد که فشار و بدبختی که ماشما ایران حکومت پهلوی تانگارد کتا یه در واقع ایکان نکته گوارزنا کل بالان شهرها ایشان گو ماشما همه دابین کار کتا که شهدا گشترین زانید که حکومتان فاشیستی هست و ایران حکومت گشترین انتظاری نیستن اشی خوب زمانی بیت به نفع به صلاح ما شما بلوچان یه دیگه هم بیتیم که اگه ایران یه بحثانی که واقعا وینا شام به نتیجه مرسانتین و آوازی خوب ایران نه که مثلا ماشوار مستقیم کسی کمک بکنه بل ممکن فشار ایران گشتر بکنه و ممکنه یک مثلا دو دانه چیز یک جا بیتین دشیکشان اندیگه روس اتفاق بگیم کنو اگر ایران و غرب به توافق مرسیدین به قول معروف که دو بندی نیمگا بسیار یک مشکلاتی با ایران جور بیتین و ایشی بسیار بتوین به نفع ملتان یا مردمان ایران اگر طول هم که خوب نیست که مثلا بگوشه حتما غرب مثلا ملتان کمک کنه اما در مشکلی گذاشته زمانه گاموری گذاشته در کل ملتان مثل بلوچ یا مثلا کرد یا ترک حمایت نکنن دلایل متفاوتی هستن طلا بحثا من نروم ولی خب شوید یک بحث داغانی پشتی شرایط غرب حمایت نکن و یا پشتی این ملتان نرفتن به طرف غرب مثلا شرکا بود مثلا امارات و عمان و شام کاران بود که البته کنن بلوچان و ترکان و کردان و شمال ایشان هم موضوعاتی ولی خب اصل موضوعش این که بلوچ یا هر ملت دیگه بود که اکا زمانی رسیدی که تو سازماندهی بی قدرتمندی بیتین و یک برابری بر یک چیزی هستن تا چون که دست و کپیتی که بتونه بگیرگی بدارگی و دفعه وقتی به صلاح حالا یا وقتی اما هدف برسیدی و یه چیزی که ما شما بلوچ باید کوشش بکنیم که سازماندهی این بی و سازماندهی قدرتمند بیتین یعنی چی پراکنده سازماندهی که هر کسی ورسر رو بیتین کشید مردم به جای نرسید یعنی چی بگیم که دیگه قدرتمندی ملت ها ولی پراکنده و هر کسی یک جایی بیتی به جای نرسید سلامت به ببخش امیدوارم که جست جواب کرد مهربانی ناصر جان واجه مصطفی عطاپورزا واجه مصطفی شوار گپی هستین جستی بفرد سلام کنم ناصر و یه دیگه مشمه سنگت پارتی ها منی حساب کنم یه منی بود شخصی نظره یعنی واشین گپی بود که همین روسی و اوکراین گپ ناصر واجه ناصر گپ من گوش کردم برابر ولی یه چیزی منی حالا گوشک نبوشی که روسیه چند ماه پیش آمریکا فشارش داده که تو پچه مردمان سابقا آزادی نده دموکراسی چون بعضی مردمی هنچو اعتراض کنه گاتن یعنی چیه نیمگا آمریکا فشارش داده رندا دیگه پوتین منی حیالا یه کاری کو سابقا یا جنگ نیمگا یا که یه سابقا یه فشاری که آمریکا اشته یه فشار کم بکن یعنی نظر ناصر واجه ناصر نظر چیه سلامت البته که آمریکا یه حولی کتا در رابطه با روسا که مردمان و تیگه اذیت کنگین شان خوب یک بحرانی چون آمریکا هر وقتی کاران کنتن ایران بی عربستان سعودی بی روس بی و آمریکا یا خدا اصطلاح بخشانی که در رابطه با این مسئله حقوق بشر کار کنن و تو آمریکای حکومت هم گوشن این چیزانا یعنی نویسن که آمریکا به حکومت چی کنگین و حداقل تا جایی که من در تماس بودم یعنی من دیدم مثلا شدن بلوچانی که آمریکا بودن گوانتناما بودن که به عنوان چیش بگشه زندانی بودن تو از دوران تروریستی و شانا بودن و لحظه هم واقعا هم بودن و عملا هم گشتیش ما شانی حقوق واسم آمریکا به اصطلاح وکیل بوده کسایی که به شان حقوق دفاع کنند و مسائلش مطرح کنند و شرایطش مطرح بکنند و لوت شناختش بیچه بلوچا که یه کار کشان کتاشان در واقع یک مشکلی کپ دگن و سوء استفاده بود دگن به طرف
گروهان مذهبی یک بودگن مثلا با به شرایطی بودگه استیتوسی که نیستنش یعنی همه چیزش استفاده کرده چون مثل خالد شیخ محمد یا مثلا نادی که نام یوسف رمزی ها ایشان هیچ گونه استیتوسی به این دنیا مرچگی نی و مشابه زانی مشابه استیتوسی نیستن و یه به اصطلاح مواد ما به اصطلاح سرهنگ کارنلی که به اصطلاح و وکیلانی که در کارش بوده طرف به اصطلاح دولت آمریکا ایشان شرایط بررسی بکنند و دولت آمریکا به اصطلاح نظر بدهند که شاه به چطور رفتار کنه بیتین و ایشان همین مسئلهش مطرح کردند که ایشان در واقع مشکل ها کفتگند و چون استیتوسی بلوچه نیست هر کسی تو استفاده بکنه متاسفانه عرب بیشتر آمریکا و بیشتر روس و بیشتر یا ایران و بیشتر هنچه ما شاید گندگی ملکا هم یا پاکستان گنده و دیگه یک موقعیت نیستند موقعیت اجتماعی ترانی این موقعیت اجتماعیش این که تو مثلا پا پاسی واسطه پا ملک نندگ واسطه تو مجبور کسی ارتشا بروه کسی نزانو جاسوس بروه کسی نزانو دیگه کاری انجام بده خود تو یه اساسا کلا بخش فرهنگ اجتماعی بیده شی بسش مجبوریه چه کار کنه که مثلا مخالف آمریکا کنه همش چیزان و آمریکا این چیزا هستن ولی شی که مثلا حالا اگر روس مثلا و آمریکا خوب روس پیش هم داشته که مثلا دموکرات ها نلوتی حکومت ها هم ریپابلیک بیانته ریپابلیکن بیان چون ریپابلیکن ها خوب گشتر اقتصادی مردم انتن و گشتر به اصطلاح در رابطه مسائل نظامی اهمیت دیانته تاشی که مثلا بیانته که از در حالت پوتین که انقلابان مخملی بکنند مثلا به اوکراین اتفاق کرده گرجستان ها و پوتین مثلا شاید که مثلا خاص که نامنی هیلاری کلینتون مخالفت که اگر هیلاری کلینتون بیاید قدرت ها مثلا همه انقلاب مخملی ها لوتی مثلا تچیا اجرا بکردید روس هم اجرا بکردن و پوتین و حکومت خراب بکردن در این حد قابل قبول است که مثلا روس بیاید و تصمیم بگیری که بایدن بدلا مثلا پوتین بیاید یا کیفشون که ترامپ بیاید یا هیلاری کلینتون بدلا ترامپ بیاید شان قابل قبولند و شان خوب ولی شک بیت اوکراین برو حمله بکنه به خاطر آمریکا من فکر نکنم هنوز آمریکا هم مسئله نیست واقعا روس نیست و روس آمریکا چون ما هم تو خوب روا کنم آمریکا ادبیات هم وانو و چیزی آمریکایی هم گندو چیزی که من متوجه بودم آمریکا توجه نسبت به خاورمیانه هم کم بوده نسبت به اروپا هم کم بوده و اروپا باید متوجه آمریکای مسئله هنی گشتر مسئله چینه که ما چیزی که سرطا هم بسیار افکت مثلا که سرطا به تو بعدی که بر قدرت دیگه پادکا دیگه بوده جنگ کرده کتاب هم نویسه گوته دیواره مثلا کلاغمان تو نبرانوان انتی و هنیگا چین که پادی آگند آمریکای توجه تا چین آین آمریکا لیتو تیار بکنه که در مقابل چین بتون چین بکنه و آمریکا متوجه بوده که هر چی وقت درگیر بکنه دیگه مشکلات دنیایگان چین دیاماتور رو همه 20 سالی که آمریکا مثلا و عراق و افغانستان گیر بوده چین هم مثلا چین چوتی به اصطلاح وضعیت یارته دیاماتور و از اقتصادی هم منطقه کنو چین و ژاپن و کره با آمریکا سخت مهمه و دریای نیمه هم نزدیکی هستند و دریای چین و دریای ژاپن هم مزنی منابع طبیعی هم هستند که چین آیان لوتنگید و که چین آیان دسترسی بیتند که رو بر قدرت چیتری بیتند و آمریکا هم نلوتی کامل چین و منطقه دسترسی بیتند این در واقع اگر هدف پوتینشی بوده که آمریکا توجه نسبت به اروپا کمتر بیتن هنی گشتر بیتن نه کمتر بیتن چون یه کاری که انجام داده در واقع و اگر هم بشتینتی آمریکا واقعا هم لورتی چه اروپا هم وقتی دست بشوری تن به تنها ترامپ نه یه کار کو یه کار اوباما زمان گشت بودن بلندی گشتر زمانه و خب یک بحری که به اصطلاح سیاست دنیا تغییر کرده ما رو که ما باش در همین اوکراین خب یک کشوری که نامی بیته و بعد مثلا رابطه به روس بوده پدکی بوده و پدرنده هلند بوده و پدرنده اول سرنده کشوری بوده رنده و سوئد همکاری کرده و روس و هنی و استقلال بلوتیتین دنیا هر چیز در حال تغییره بله خب پوتین لازم ممکنه چیزا در حال تغییر نباشه هایی چه ممکنه بودی هنچو کناری داشته و متوجه نین بل من فکر نکنم چون ویتین تا یا دقیقا یه اندازه شما گشتر زانتین بله خب پوتین و روس ما در من کسری تحلیل من خلال حمله کتاب به خاطر که دنیا بگوش ما را هم بیاره ما هم هستیم و اگر قرار دنیا چین و آمریکا و باطن تیداب نین روس هم یک بحری هستین تو ضرورتی خوب یک سری موفقیت مثل سوریه و شانا
لوتی به صلابت ها به یک شکلی گشتر مطرح بکن و یک چیز مهمی هستید که من سوال ایده بشه بگوشنیانه از چی روس هنو خواست کشوران اسلامی سر هم کار کنه یک مثلا کمیتی هستن که مثلا لایت اسمی روسیان مسلمانان روس هست که تا نزان حالا مثلا تاتارند یا داغستانی هست چی هست نامی فقط زورتگه هستش که شما مثلا لوتند و کشوران اسلامی کار بکنند هم و بخش اسلامی که جنبشان اسلامی هم کار بکنند چون آیا احساس کنند که جنبشان اسلامی به یک شکلی تونن مخالف غرب ببندن حالا مثلا چین هم که مسلمان ها باید اذیت کنه حالا روس باید همچه چین جتگن بل بازین کشور اسلامی هم استقبال کنه همچه روس ها همچه چین ها بعد روس اصلا شما هم کار کنه و یک روس اسلامی که مثلا اینیشیتیوی هستین که کار کنه و بازین کشوری ها اگه کسی که اینترنت سرچ بکنه وبسایت هم هستین و یک سری کنفرانس و سمیناران و اخبار هم بوده یر کنه و ایشون سر مثلا گشتر کار کنه تو بازی مثل کارشناسان نظر همشون که روس لوتیدین چه شما و دیگه مثلا مجاهدان برای آی استفاده کنه بودن انواع طالبان برای آمریکا تا اندازه استفاده کنن تا آینده بتونه تا جنبشان اسلامی سیاسی چه جنبشان اسلامی سیاسی خاصی واقعی نیست مزنی بعد چه برام جنگ بکنن تا سازماندهی بکنن و تا مثلا به شکل مطرح و بعد ما مثلا پرچم اسلام بولسته در حالی که مردمان تا یا کشورش طور که زندگی کنن چه بدبختی هستن از اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شاید توجه نکنند کمتر توجه کنند گشتر به اسلام حالت جنگ و نام و مطرح کنند باشن چیزانی که روس هم خوش کردین و توشان رابطه جور کنند تو کار کنند چه در سطح کشوری ملی مثل کشور مثل ایران و پاکستان و نظام و سوریه و یه دیگر و یا حتی ترکیه و حتی در حد به اصطلاح کشور دیگه به اصطلاح سازمانان اسلامی هستند و تا آیا هم یکی رابطه گرفت ببخشید من یه مسئله امدا مطرح بود که برای به زبان مشارکت شما یه مسئله هم فکر بکنین و بدون تیواز مهربانی وجه ناصر من پتن چه سنگتان لطنو اگر کسی جستی چیزی هستی هم هند رایس بچین تو اینا دستا برز بکنن تو بیایم برزه و دیگه بکنن من یک جستی هسته وجه ناصر که کمالو گشتر ربطی هستیم به ملک و مادنی وطن بلوچستان آیشید که هنو که روسیه حمله کتا اشغال کنه اوکراین یه ملکان یه دیگه غربی باز این تحریمی تنظیم کتا گفت لوتن اجراش بکنند آیا یه تحریم و سیاستی که روسیه هم پیسرا بوده که به دریای بلوچستان بیای و تا برسیانیده و به کمک جمهوری اسلامی تقریبا موفق هم بوده آیا ایشی تاثیر علی در ایشی که آیا کی حضور ته بلوچستانی دریا کم رنگ ته ببی یا چطوره که ممکنه ببی یه تاثیر یعنی مستقیم تو نه یه تحریمان تاثیر بله میشه که ایران و روس تو اینا فعلا مورد تحریم هست حالا بسیار این روابط ایران و ویانا تو ویانا که بحثانی بیگن تو اتریشش هم پا کجا رسانده ایران بسیار یک فایده بیتی پر روس هست روس فکر بکنه که ایران بتون کاری بکنه کسی و شکی نیستن که روس چین منتظرند که قرارداد بندگ بی که راتر و ایران کار کنه و ایران حتی الواقع همشین که اگه یک قرارداد بندگ بیت نه بتون که قرارداد 25 ساله گونه چین انجام بداده روس و واقع هم همی بوده بشی کتاب هم نویسته بوده درستی هم زانت که قدیما لوتی دیم پای دریا نیمگا بیتین و آوادی خوب دلایل متفاوتی بود دیگه هم یک انگلیز این بوده و در روس هم شنگ درمی آب پکارین هم پا سنستر پکارن که شما هم پا دیگه کاران و هم شکل لازه اقتصادی برش مهم که رابطه بسیاری سریعه و آفریقا و آسیا نیمگا مثلا غربی رابطه نزدیکتر بودیده و دریا بلوچستان هم خوب راه یک باز نزدیکتر کنده چیا هنی و ایران ها تا چند از روسیه تا تشید یک بحث این ولی خوب بشید مثلا وقت چین ها نزدیکتر این تو چین ها بسیار یک سری قرارداد بندگ بوده و امکانی هم هست از اقتصادی بوده گشت مالبیت چین بشی هست حالا بگه مثلا یک سری مانوران نظامی بین ایران و چین و یا روس به یک دیگه بحثانیه
ولی لحاظ اقتصادی هندگان روسا کپاسیتی نیست که یه منطقه هم بتونه استفاده بکنه باشی که با یه شوروی زمانگاه یا روس زاری زمانگاهی فایده مندی نیست که تنبی هندگان نیستن ولی خب اگر هم روس بیتین اگر روس وقت همچین به صلاح فقط بر روس واسطشان گشتر ایدئولوژی هست هندگان دیگه چی که دریا گرمینا یا اوکراین بگیریتین یک بحثان ایدئولوژیک ناسیونالیستی خوندن تا چند ازشان بتون مثلا یه نمگه ربط دادین بحثی که هاینده این ولی خب تشهید شک نیستین که اگر چین بیتین تودا چین و روس هم تا آینده با هم دیگه رقیب هستند یعنی ضرورتش اینه که شما با هم دیگه به یک شکل نزدیک کار کنند البته هندگان روس یه انتظار هستند که چین آیه در مقابل آمریکا کمک بکنه و چین واسطه ممکنه فایده است که روس کمک بکنه آمریکا دیما یا غرب دیما بخاطر که هرچی که روس و آیان درگیری بیتین چین ها یک فرصتی دار که پدا بودیگه بودی اقتصاد دیما ببارتین برای دیمتر پدا چی بیتین دیگه موضوعیت که چطور یک کارا بتو انجام بداتین و اگر وقت روس هم به علاقمند بیتیم به دریا یعنی مگا راودی به روس و چین هم با هم دیگه زیبان و خب ما شو بلوچ همیشه مهم نیست ما شما مثلا چند من دیگران مبند چون آمریکا بیشتر یا چین بیشتر یا هند بیشتر یا روس بیشتر یا دیگه کشوری بیشتر ما شو باید این بلوچانی وقتی به صلاح کپاسیتی توانمندی اقتصادی توانمندی سازماندهی و قدرت سیاسی به یک شکلی بتونه مثلا وقت بتونه مطرح بکنه و دنیا هر شکلی و هر دروشمی گفتی و بتونه این بلوچ مسئله مطرح بکنه بلوچ حقوق گرگ واسطه مسئله مطرح یعنی وقتی علما گجران بطری هست وقتی درسته کام یک سوندی میلی مردم یا بس کتاب انگلیسی بشنتی یا مثلا ترجمه بس کتاب میلی مردم مثلا تمامی و یا سوندی میلی تم به بکنه که کوشش بکنند که بتون تا اندازه اگر چه مثلا دنیا شرایط زندگی و منافع ملی و حسابا که فعلا همکاری بکن ولی شرایطی بیتین که که دنیا بدل بیتین بعدا هم بتون بر اساس منافع بلوچ تصمیم بگیرین نه بر منافع تشکیلاتی یا مثلا منافع شخصی یا خانوادگی یا منطقه‌ای سلامت ای واسه نفسم وجه شدید ترام و اشعاب گوشون امید کنم که وجه درود باش به برامانی دیوان نشستن سلامت من نتوارتی من رسون تی پاسو چیه که ورزش کنن و جناسر بله ما انیم یک سوالی هم دیم داتو که هایی بارو هم دوستی من کنونو برای شکل من دیوانه پرتون وجه مسعود اگر کسی دوستی هم دیم داتا انی تو ما تکنی دارم کریگم دیم داتا و تیگن تیگن دوستی جناسر برای مران داتا جی نه پا من جستی نیستم مثلا برای یه وجه جز باید که در رابطه با بلوچستان این کمالیچی اتفاقی کافته و این جز من هم کم که هیچ وقتی نمیگم ویر بکنم که انچوب پیسه بودی گاپا تا باش گاپانی که یک لبنانی نیسته که باشی که میش دیگه چیز من نصیبانه بی هر وقتی که جنگ بند جنگ ها ما رو برکنم این وجه جز باشی هم رفته همینی که جنگ میگه و اروپا جو که مردمان بازیانانی تعلیل همشین یا شکلی را کنگان جنگ جهانی سوم بیاد و امکانی هست که دنیای نقشه تغییر بکنن واجه هم دوستم شکلی نقشه اگر تغییر بکنن بلوچا چه اندازه و تا این امکانات یا یه بلوچا یه وقتا یه آمادگی هست که بلوچستان که نکنه جغرافیایی که 100 سال پیش تاریخی بلوچی آمادگی قوتی جغرافیایی بودن یا وقتا این میشه که یه آمادگی وقتا یه ملکی که زانتون بدون مستر وقت دوستان شبیه من برای پدا کامنتی دوستا و جناتش پاس بادان تین برای موقع مدنی جستی که مشروبات گندگی بلوچستان حالتان چطور کاین نوشی که
حکومتی دیگه ما بیتین رند بلوچ تا حالت چطور کار رفتار کنته همه خواستیم حالت مرد باز دفتی پیشنتین امیدواریم آبادی بلوچ بتون تو بگی شینید حالا این مهم نیست که تو بیای بگوشی که ما بلوچستان اندپندنت بیتین یا یک کنفدریشنی بیتین یا یک فدریشنی بیتین ولی بر اساس یک توافقی بیتین بلوچان تا حصه بحر بیتین حالا شی که دنیا مشمه دستان همیده بلوچستان بحر بوده مشروع تصمیم نگرفته این تصمیمانی گرگ بودن از بین المللی بوده و هنگام هم اگر تصمیمانی گرگ بودن هم مشروع ممکنه کم و تاثیر هستین که نمایندگی بکردین تا کجا هم نیم اگر که بسیار چه منافع کشوران تبودی مسائلان گیداته تو مواد کاری مسائلی دارن مثلا خوب اگه ماشو بلوچا و انگلیسا جنگ بود ولی خوب عربان تا هوازا ما جنگ نکرد خزر و انگلیسان وابسته ولی پدا همش تشتازاشا برو بگیریتی ولی در حال که دیگه منطقه مثل عربانش حمایت کردن تو کشوران تشکیل دیدنته و رند حتی بحرین استقلال هم در مقابل ایران حمایتش بود یعنی اگه خبرشان هستشان خوب مسلما ما شما باید بگین که تا شرایط چی هر نگاه ما شما گندگید که بلوچستان تو که یک همچین مثلا توانمندی از نظر ما شما باید نیستند که بتونیم مثلا بتونید جنبشانی هستند که بلوچستان شرقی یا قدرتمندترند ولی به این حدا نه که مثلا یک کشوری مثل پاکستان هم مثلا چه خب شی دلیل نمید مردم مبارزه مکان سیاسی کاری مکان سیاسی بلوچستان غربی خب ما شما گندگید که عذاب سیاسی کی شکل گرفته و یه اطراف بر اساس سیستم اجتماعی بلوچستان بوده خانی و سرداری خب به هر حال تو مثلا یک خان سرداری تا مدتی درگیریانی بکن یه دیگر هم باید مثلا زیر نظر بیارید تا مثلا اگر حسین خان بود تکرنده سردار فیض خان نمیگه مثلا میشه منطقه آنگو مثلا برکت بود تکرنده آنگو مثلا مالکیان بود تکرنده رودبار و جیرو هر کسی بود که اندازه یک بخشان به جامان توجه زیر دست یارتک بله هندگان تا چند اندازه پدا جامعه بلوچی جامعه هندگان کنجنیس میاد پدا جامعه بلوچستان مثلا یک سری نیروان خارجی هم پدا باز تاثیر از صورت مسائل مذهبی که مثلا دیوبندی هستن از آن حالا سلفی هستن که فلکا هستن بهتری از آن تبلیغ جماعتی هستن تفکرات متفاوتی هستن شان هم ایشان تا چند اندازه پدا تی شرایط عمل کننده تمام گنا فاکتورن و ادانید که مثلا نیروانی که مثلا هدفش که بلوچ مسئله به عنوان یک ملتی حل بیده هنگه دنیا تو که خوب کشوران دولت ملتان جور بودن این دولت ملتان وقتی زیر سال هنگه هم کسی احترامش هم نمیدن چه اوکراین نگیم به شکلی رو بگیم حالا مثلا روس بهانه کنه که آمریکا رفت افغانستان حمله کنه یا عراق یا دیگه جا حمله کنه پس ما انجام بده خب آیا کانتکست دیگر نک پدام مده بحثش نکنم برای دانید که مشوی ملک باید یک بدان چوبه لبنتین و تا که دا باج بارتین تشی هم یک مسئله ایه و ما دا که مگوشت مشوی خوب مردمان و بعدی که مردم و تا موقعیتی مبیتین چه وقتی موقعیتی مبیتین چی همیشه وابسته به دیگران بیتین چی وابستگی یک چیز طبیعی بیتین جمعی دا که مگوشت مثلا تی آرگومنت کنه گم و داتا مشو بلوچانی که تروریست هم بودن به یک خاطر بوده چون موقعیتی نیستش قابل استفاده ترند یعنی راحتر تو اینه چه یک بلوچ یا مثلا نوبت می خالد شیخ محمد بیچاره مثلا نام بوده مختار تو بوده مغزی ولی از آیا مغزی بوده ولی مغز مثلا بلوچستان نبوده به درد بلوچی نوارده در حالی که مثلا یک کاری انجام داده که از بین المللی مثلا مشکلاتی جوری بوده دیگه حتی بلوچی دیگه که مثلا برای جایی وضعش که بلوچی مثلا ممکنه بگوشن که مثلا شاه هم سیادن و ادانید که مثلا ما شما رو متاسفانه چی نیستیم ما شما باید این بلوچا هنگام و تا قدرتمند بکنید و دی توانمندی از لحاظ فردی تا هر جامعه که هست جامعه ایران مرچ شهر جامعه پاکستان شهر جامعه اروپا شهر باید قدرتمند بکنیم و تا بتونیم به یک شکلی عمل بکنیم که تا شرایطی که موقع جور بود کسای دیگه که بلوتن کاری انجام بدهند ما شما بتونیم شرطترین رای انتخاب بکنیم و بتونیم مثلا و تا یک مجموعی قرار بدهیم که تا مجموعه یک سری فایده به بلوچا برسید و ایشان زمانی انجام دهند ما شما رو قدرت سازماندهی بیدین و قدرت سازماندهی هم من نگاه تا اگر ما شما مثلا با شکل توانمندی پیش نداشته بل خب تشکیل نیست تشکیل مثلا ما باشیم بلوچ بتر نتون کنترل بکن نتون مثلا حکومت تشکیل بده شو انچی خبرند و شیک مثلا ما بگوشیم که چون مردمی که توادی که هیچ جای میله هیچ کاری میله ای آیا خود به خود هیچ چیزی یادم نگید حالا ممکن تحول هر کسی به اشتباهات کنه و مشکلاتی هستند ولی ته پروسه هر کسی یاد گرفته و ته پروسه هر کسی بسیار کاران دیم بارده من تو مروچی در سومالی مثلا یک کشوری بوده و سومالی هم مدنی تمدنی بوده یعنی مثلا شینک سومالی
جمعیت مزنین هنگام مثلا صوت سومالی هستند وقت سومالی هستند بعد مثلا جیبوتی تمام سیاهان و بخشانی که سومالیت اتیوپی و بدنن مثلا و دام مبارزه کنیم بودی استقلال و تقریبا من خوبتون آشنایی هستیم با دو بخششان یکی سومالیلند که جدا بوده و استقلال اعلام کرد چه سومالیا و امنیتی هم هست چه سومالی منطقه باز امنیتی بهتر و بدانان که بسیار حتی کسی که رهبر نش من جاکارم که نگام رفت اتیوپی بعد از مدتان در 2018 رفت برگشت و ما شخصا هم جای کارم با هم تماس هم هستیم شد که ایشان بسیار یک کارا کنگانتش بله خوب دیگه مثلا بگنده بسیار مشکل بود دیگه بله مریض اتفاق موقت یک جلسه هست و فورم فدریشن فورم مروچی خب جالبی هم فدریشن فورم مثلا یک نفری تا استرالیا نشته بچه کار کنگان چون استرالیا کشور فدرالی و یک تا کانادا و اومد سوئدا مثلا کانادا ساعت 7 تا ساعت 1 تا سوئدا و تا استرالیا تا سیدنیا ساعت 11 شب که مثلا ما با هم دیگه بحث کنیم ساعت 1 دقیقه این مسئله فدرالیسم و موضوعات مختلفی هستند که در رابطه با مسائل هم اتیوپی مطرح و هم امارات ایران کشور فدرالی ونی پاکستان مطرح تو همین مسئله بوده مطرح کنه پاکستان کشور فدرالی نه و آن وقتش هم پاکستان کار کنه فدرالیسم خود یک مکانیزم هست که پاکستان اصلا وجودش نیست بله بحث هم شد که مثلا ودا هم هنیان اتفاق فدریشن فورم ته سومالی هم کار کنه دولت سومالی هم لورتگت کنش کار بکنه و جواب یک دولت سومالی داده تا کشور مثل آمریکا شون لورتگت بیان ودا آلمان او شانا گوشتش نه ما کشوری که مثلا لوتی سنترالایز بی ما گونی کار نکنیم ما فقط کشوری کار کنیم مثلا فدرال بیتین و مکانیزمان اجرایی کاریا دولت مرکزی فدرال تا دولت به اصطلاح واحد فدرال که بگیرند فدرال یونیت ببندین بعد فدرال یونیت هم شانه ببرن در سطح به اصطلاح شهرستانی و دیستریکتی و یه دیگه مثلا بهر بکنن ما گویان کار کنیم نه که هر کسی چون برای هر کسی شما خوب یک سازمانی که موضوع شین یعنی شد که دنیای توکا مرچی مردم هر کاری انجام دادن دنیای توکا شهری روش هست اگر ما شو بلوچین تو یه کاران انجام بدیم مثلا جناب امارات متحده عربی فرهنگ به اصطلاح دولت سازی نیست مثلا ایران ایدی ما 2000 سال دلار که ایران هم کشوری از لازم مدرنیسم همین زمان رضا شاه جور بوده حالا امپراتوری قاجار به اصطلاح کسی اگر تاریخ ایران ذاتی وطنی یا امپراتوری فارس یا مثلا نماده که شوروی روس هم اوکراین هم وقتی تاریخ زانتن و مدلتید هم وقتی تاریخ زانتن مدل ایج هم وقتی تاریخ زانتن اورون وستا دیگه بحثانیت ولی خب به عنوان دولتان مدرن همین پروسه شرط بودن شکل اداری و سیستم اجتماعی چه زمان رضا شاه تقریبا شروع بوده تا ایران تا امارات هم بعداً شروع بوده یا عربستان سعودیه ولی خب موفق تر عمل کنه چه ایران حداقل تا حد دیم تر ما گوش نکنه ما مرچ میبره کنه و ما شو بلوچ هم مثلا امارات خب همین لباس گوشت یه دیگه جا گوشت خب مثلا ولی دولتش تشکیل داد بلوچ هم مثلا شهرین گزمه هتن برام مثلا با کاری بکنه آش داشت انگلیس شاشته پوتی به سازماندهی واسطه اندیان بیان و تجارت بکنن دیگران هر یک به یک کاری مثلا استفادهش کتن چوکیداری بیتین تا مثلا بیاید پلیس کارام ببندن و سیاست مدار و تحنیگان تا حاجت هم در حدود نظام نزدیک حداقل 100,000 باشن که انگلیسی و آمریکایی تا امارات کار کنند و تا بخشان مختلف هم کار کنند شد که مردم تو بازی لازم نیست در کارام وقت بلد ببید کاران درست انجام ده سنگاپور این وقتی که استقلال که 2% به اصطلاح با سوادتان هندگان با سوادترین کشور دنیا چیک مشابه بدون کاران شریف رو انجام بده این مهمه و مشوره یک به اصطلاح یک مرکزیت درست حسابی بیتین بتونه مثلا سری کاران دیم بریم و این نیت خوب بیتین مثلا سنگاپور عمل رهبری یاد نام یاد نه کتابی هم هست کتابی هم البته کتاب زین نمونده من فقط یک مثلا فرید سکریاس آمریکایی که تصیین نام کردین تا یه مثلا یک مصاحبه گویی انجام داده که موانته بشه مثلا مصاحبه طولانیت هم که چطور که مثلا سنگاپور دی ما یارته بود دی ما رفته ماشو تو مثلا همچین کاران هم انجام بده ولی ضرورتا من منظورش اینه که مثلا حتما ماشو مثلا به شکلی از سیاست قرار گیره ولی فقط شی باید بیتین که بلوچ در هر شرایطی قرار گیری چه یک فدریشنی بیتین تا کنفدریشنی بیتین تا استقلالی بیتین چون کشوران باید یک مرزان بدل با ما پیدا نتونه هر بکنه ماشو بلوچان درست کشوران مرزان و اگر مثلا مرزان منطقه ماشو نتونه مرزان خراب بکنه باید بتونه وقتی موقعیت طوری تنظیم بکنه بتونه تا سیستم و تا اجتماعی مشوره کلی فواید برسید و ما خواستم شما مثلا تایید مردم بلوچستان بر اساس حاکمیت مردم بلوچستان بر اساس سیستم مثلا مطرح کنیم خوب سیستم فدرال یا مثلا دیگه را به چه شکلی مثلا دیم میبرین
و چطور که مثلا مقایسه با سیستم فدرال که کجایی بتون کار بکنه تو بلوچستان ها. مسئله فدرال هم نه، مسئله دیسنترالایزیشن است. مسئله زبان بلوچی، مسئله فرهنگ و دودر بیدک بلوچی که بانده بیتن و به هر حال امیدواریم که تمام که بلوچی واسه واشین روچی بیتن تو مارچ و امیدواریم که کم کم ماشوا رسمی شه یا حکومتان بلوچستان یا جشن بگیرند. ولی گپ همشین که ماشوا بلوچان هم باید وقت تیار بکنین، هم چون ماشوا گندگید یک ادامه اوکراین اتفاق کردیم و پیشتر تمیشه منطقه اتفاق کرده جریانان عراق و افغانستان هستند. اگر چشان جهلی برزی هستند ولی یک اموت ایران و اتفاقانی که پگین شان جهلی برزی هستند، ولی تشی ماشو دلجم به که تا منطقه نقشان سیاسی و نقشان جغرافیایی هم ممکنه بدل ببنده و ماشوا بلوچان باید به یک شکلی وقت تیار بکنه که بتونه چشان فایده بزنه و به یک شکلی شان مثلا کارا انجام بدین که یعنی کاری مکنه که جامعه بلوچستان ضرر باز ببنده. جامعه بلوچستان تا ایران هم جوانان بلوچی که هستند اگه سعی کنه درس بانه و بتونه به یک شکلی تا جامعه وقتی کاران طوری دیم و برانتی که توانمندی هم وقتی هر شکلی تا اداری تا فرهنگی تا اجتماعی بتونه قدرتمند بکنه تشان رو بانده بلوچستان درده برند. یعنی اگرچه ماشوا بلوچان مثلا مرکزیت همیشه ضدیت بوده ولی هنوز کوشش بکنید که مرکزیت فقط خرابیان یاد مگیرین، لحظه دیگه چیزان هم یاد بگیریم و بتونیم وقت قدرتمند بکنه وقتی که شرایطیت چیزی که مشوره رسید بتونیم بدارنی دچار مشکل مبین. تا دنیا امکانات کاری باز هستید و تمشاک مثلا مریچ محبرپوت و دیگه مؤسسه یا مثلا تمام اصلا همکاری کنند مردم وقتش هم همکاری کنند وقت کشوران تا اتیوپیا بیتیم مثلا مرکزش هستیم تا مثلا تونس هستن نگاه و حکومت تشکیل دیگه تا مثلا مراکش هستن هر کشوری بلوچستان و حتی ما به عنوان مثلا کنگره ملت ایران فدرال هم ماشکاک شما تقاضای دیم بدیم و با شما همکاری کنه حداقل تا مثلا درافت کانستیتوشن فدرالی مثلا بنویسیم مثلا این کارا انجام بدیم. دنیا تو که امکانات باز است ما شفاعت بزنیم کجا بریم به چه شکلی چه چیزی رنده تا کجا جا برویم. این مهمه. این مهم نیست که مثلا ما شما بگوشیم ما تمامی بلوچ جامعه بتون مثلا استاندار بیتون یا فرماندار بیتون چیز ضرورتی نیست. من مطمئنم تا بلوچستان بازی مردمانی هستند تو نه استاندار و فرماندار و رئیس دانشگاه و نظام و رئیس جمهوری یا نخست وزیر بانتن چه به شکل به اصطلاح فدرالی کنفدرالی یا چه به شکل مستقلی فقط چند که ما کوشش کنیم و همیشه بهتر و بهتر کنان کنیم. سلامت. باز مهربانی ملک جان تر گپی هستیم فرام. نه من گپ میشه که پس و جناب صدا امید کنم که آمده هم دیگه که من دیگه سوالی راده میتونم برم بله من رندش که مطرح کنم که واجه شدید مایی مواده این که واجه شدید بیرن که برن و دیگه رنده کنم من تو واجه شبیر دست بندی کنم بیا برزا شبیر جان بیا من این رو دیم داتا شبیر جان واشات شبیر جان بفرما شبیر. درود و درود باد شما دیوان خصوصا وجه ناصر و دیگه سنگتان و راسانا که نشتگم بله ما دعوت کتین بله مهمان کمو احترام کنک باز شره من اتکون برزا لازم شما مهمان اجازه بدین وقتی گپانه بزنه بعدا رنده وقتی گپانه بزنه این شهر نیست به هر حال مشکل این نیست ما این مشکل هم دیگه هسته بله ما لطی به هر حال وجه ناصر وقتی گپانا گوشت اساسا خب من کمو جولتر گنده ای تضادی که موجود هست اوکراین بودا یا پوتین عمل کتا ما نتوانیم سطحی یک بیان سطحی بتوانیم این مشکل وقتی مردمان مشکلاتی که بلوچستان هست را حل بکنیم. من این نظر خوب ما نتوانیم بگوشیم مثلا پوتین دیکتاتوری همین وجه ای کار کتا ای بی هسته ولی یا مثلا اوکراین و یا آمریکای تکثیری که ناتو یا آرتا اروپای کرا و همین تکثیر ایشیه خب لطی مفسرین که غرب هسته به هر حال
سطحی تحلیلان چی نتوانه این مشکل اساسی که جهل توکا هسته بچارن و بگندن و مردم آگاه بکنن. ایشان مقصد هم این نیست که مردم آگاه ببین، تو ایشان همین مفسرین وتی تحلیلان کنه گیان که همین نظام ادامه بدین و همین نظامی که سیستمی که جهان توکا 8 میلیارد انسان را بحران توکا برده ایشیا به هر حال بازسازی بکنه و دیما ببره. مروچی تمام سیستمی که بعد از جنگ جهانی دوم شهر بوده تمام مناسبات پروشگاهی، این مناسبات دیگه کارکرد نداری، این مناسبات نتوانه دیگه چه دنیای توکا وطیا پیش بداره. اگر مروچی پوتین فاشیستی مثل پوتین که تی اوکراینا که آبی یک امپریالیستیه و در اصل جنگ بین قدرت های امپریالیستی اوکراینی توکا دیما رو بگایی، این ضرورتیه که سرمایه داری ایشا ضرورت داری. سرمایه داری روس کپتا تمام بورس و تمام اقتصاد پروشتا و مروچی اگر ضرورت سرمایه ایشیا لوتی همین وجه اوکراین حمله کنه گئی باندا پوشی بید همین پروشک آمریکای توکا هسته. یعنی سیستم جهانی دیگه کار کردی که بعد از جنگ جهانی دوم برپا بوده این مناسبات کار کرد نداری. ولی من نتوانم انو این مکانیزم چون کار کتا را انو شمای دیوانه گپ بزنن، چون که امی وقت منا ندهین شما. ولی فقط گوشن که ایساتی دلیلانا ایساتی چاره گیا دنیای ای تضادانی که موجود در جهان هستی و 8 میلیارد انسان از نظر محیط زیست، از نظر کارکرد و عمل کردی که به هر حال مردمان بزک کتا و حاشیه های شهر رانتا و یک ذخیره نیرویی که هیچ کارشان نیست، چه آمریکای توکا ببی، چه بلوچستان توکا ببی، چه ایران توکا ببی، چه آفریقای توکا ببی. اگر ما لوتیم حقیقتا علمی تحقیق کنیم، خب طبیعیه که مروچی اوکراین و یا جنگی که بین این امپریالیستان قدرت های جهانی اتفاق کپی ما هیچ فایده نیستی. ما مردم نه تنها مای واسطه بلوچستان واسطه بلکه دنیای مردمان واسطه هیچ فایده نیستی. ما لازم ایشان را بپروشیم، هم نظامی که جهانی هسته علا رغم این که این نظام جهانی امپریالیستی به قدری گلیبالیزه بوده، به قدری درا ملکان تها شده، ولی سرمایه های به اصطلاح ملیه که به هر حال سرمایه همیشه متعدد شکل باید پیش دارید اشیا دیما برگیم و این رقابت توکا سرمایه بدون رقابت دیما نروتی. این تضادی که مروچی اگر جنگ توکا وطیا پیش دارگاهی اوکراین توکا وطیا پیش دارگاهی در اصل درسته همه روابطی که جنگ جهانی اول شروع کو جنگ جهانی دوم شروع کو همین روابط مروچی یک جنگ یا شروع کتا، اگرچه خب همه شرایطی که جنگ جهانی اول و دوم شروع کتا این مروچی پیشرفته تر هسته، نوکلیر هسته، ولی دیگه شکل وطیا دیما بریتی. ما نتوانیم آینده را چون بیگایی دنیای حالت را بگوشیم، ولی واقعیت چیه که این نظام این سیستم بحران توکایی و ما اگر این فرصت ها را به عنوان ملت بلوچ اگر این فرصت ها استفاده نکنیم وطی منفعت دیما بریم وطی دیکتاتورانی که ما سرا ظلم میکنه اگر نشان ها سرگون بکنیم طبیعیه که ما بی وقتی مشکلات ها خود نکنیم. باز مهربانی که این وقت جی منت باشه بیجم.
واجمده مدخنش مسعود منتوار مهربانی وجه شبیر که شما حیاتی و بهروزور وجه کودا وحشت شما من پیسر یک مسیجی په ما یحتا که یک انتقادی چه ما بود احتمال زیاد مدریتوران که گوشید که شما مزنی مردمان و رهبران سیاسی و علمی دانشگاهی و برحال این مردمان شما کسترین نام توار کنی مثلا ناصر عظیم یا برحال کوشش بکنی که شیا نام خانوادگی چی بکنی توار بکنی البته ماحول پارک که اون ملکی تو معمولا گو فامیل توار کنم بله این گو ما مثلا چی سنگت هستن که هر وقت هوریم هر روز هوریم بله نه آیا مثلا می فامیل زانت تو نه چون گو نام توار کنی به هر حال اشیاء یک انتقادی که چی ما بود تک واجه کهوتا شما یحتگی برزا بفرمایش ما را اگر هوری گفتی هست کهوتا صدیق کاوداجتی مایک بسته بلکه متوجه کاوداجتی مایک بند خیر واجه اگر یدگی سنگتانا هوری جستی گپی هستی کنم بیایم برزا جی البته من نلوتو تداخل بکنم در برنامه شما اگر شما چیزی مصطفی جان و یه دیگه با جان گپ بود من سوال بیارجت من بات کنم اگر نه من صبر کنم بفرمایی واجه من بچه شیک شبیر جان منی جان و باقی چیزی و هر شب ممکنه منو شبیر مثلا ممکنه اگر دیک موریم واب نکپیم واب کپیم و وزانی واب گینده ممکنه شبیر شما سوسیالیست هر چی چون چون مثلا بینی هر کاری کنه هر گناهی کنه تو مثلا هنی مثلا پوتین چطور شده صاف کنه صابون چونی صابون دی تو پوتین گو چونی صابونی شورشت کنه که مثلا تو لوٹه بوشه که تو تی ایادی هستم دا و مرچ ما دید تگم مثلا مزنیم بلا ریشن فلانشان و نام گرگ نبا و پرچی شما کاگب مردم KGB یه سازمان مخوف هسته و روس جنده مثلا تزار جنده مرچی باشین که گاه دنیا مثلا بیگناه این کشوران حمله کنه مثلا شما را چی توجیه شما کیس را حمله کنه مرچی اوکراینه شما بیان ما را توجیه کنی شما را مثلا یک صدام توجیه شما را ها شما را چه توجیه چی مهربانی واجه سوال از من ما جواب شبیر جان من دستمندی کنم کاودا جان در مورد تاپیک گپ جنیم شما واشترین که چه بس برنامه دیگه رو ممنون متشکر ممنون مسعود جان دیوان بردیم بله تاپیک چی موضوع تاپیک چی جدا نیستی ولی کت کدای گوشی به هر حال یک واجه شبیر اگر بیتن کوتاه کنه شما را اگر جوابی هست چون می وعد حل لگه بله یک منت این غلط انفورمیشن می ده گیم یعنی پوتین عین استالین نظرم این کمونیست این غلط انفورمیشن پوتین اصلا کمونیست نه یک
پوتین چه مایدار که بدتری مثلا مرچی کن مثلا دیگه درج ما بدتری دستبندی پوتین کنه سوسه پدیگمان که قاعده پوتین سیدیم چطور دوینا ما توچی کنه دستبندی پوتین کنه چطور توچی بی دیوان دیگه اما نیمگه شبیه نروته هیچی مشما کپا کنه دستبندی پوتین خدا چطور توچی که مشما تو دیگه دیوان کونی قاعده صابونی گوه شده تشبیه پوتین پوتین نمیگرده مثلا که نه متشکل استالین نه پوتین اصلا که متشکل قاعده هیتلر دارم جند قاعده سیدی که ما دستبندی کنم موضوع کش مدیم بهترین بر دیوان واشتر دیم جان مسعود سانگتون اگه سوال چیزی دیم داتا تو وجه ناصر جوز کن من تو من سوال دیگه اینکه اگه مسعود جان سوال هست و بگوشی و یک سوالی هست بله مانا ماشما مهربانی نه من ملک جان جستی نیستیم یه دیگه سنگتانی که اگر چیه را هستن و گپی چیزی هستش هم پدا آخری منتانه ما گوشین که بیان وقتی گپا بکنه وعده که ما چه وجه ناصر گفته تقریبا حلتا کوشش کنیم که سر تیم به حل نی بله یه جستی حالا تو وجه ملک بکن وقتی که اگر سنگتی هم یاد مردم تو اینی زودتر چی جمع جور کن مهربان سلامت جستش که آواز سوال دیگه جنبش های هویت طلب مثل ملت بلوچ کدام قدرت جهانی را بهتر و مسئولتر روسیه با غرب و آمریکا این مثل آی مثلا نیست که این قدرت های مثلا بلوچستان ملت هویت طلبی تو ایشی هم لورتریانا که قدرت جهانی کجا مسئول بهترین روسیه یا غرب و منظور غرب و اروپا یا آمریکا ایشان اتحادی هم بوره کجا هم بهتره تو توجه ناصر دوست بوده و اگر نظربانی که توجه ناصر باید سلامت یه جست پیسرتر آخر پیسرتر هماش ما میگه سر محبر کد که ما بلوچ نکنیم اما وقتی کار که ایکان یکی سوند تو کا بکنیم بگوش آمریکا ما بهترین یا روس بهترین یا چین ما بهترین ما بهترین همش بابت بهتر بکنیم بابت بهتر بکنیم بچارن که دنیا کجا نیه مگر روتین بدون وتی ملت حقوق بدارن و اشی که مثلا خوب مسائل بین المللی هستند دو دنیا به یکدیگر ربط هستند هیچ شکی نیستند تا چه شبیه باش که مشکلات هستند که همین سیستمان اجتماعی که هنگین دنیا هستند هم شاید کتگند که روشان باید انسان باجیگا وریگا یا حل بکن توجیل در بگیجی بله هنگان خوب ما بلوچ حسابات همه بیتین ما بتونیم و تا دابی دیم آوریم بدون چه یه موضوعنا کاران دیم آوریم یک روچی میشه بلوچان همادا کن پیسر تراویتی برام ندانو همدانت ما گاشتی یا پیسر فکر ما گاشتن شبیه هم خلط بریای ایران و حکومت تشای زمانه گوشت بلوچ پشت بدارین که یا غیر متحد بدارین که یک دیگر اتفاق ما بانتین که مزانی بلوچ یک روچی شوروی طریقه و استقلال گرانتین آوادی خوب بازیم بلوچی امیدواری همی بوده که شوروی آین کمک کن به استقلال شوروی جنین رفت بل بلوچ استقلال نرسید بله ایران همی تورس بوده و هنی ایران که وقت چین نزدیکن اگه خوب ملتان که تحت ستمند اشیا که یعنی تو وقت جمعات یه موضوع سر کار کنون و شناخت و هستین و گندونین و هم هستین و هنیگان خوب حداقل تا یورپیا 47 تا عضو هستین ملتان مختلف واشنگتن تا آمریکا که رپرزنتیشن نیستین تا تایوان و تا که آفریقای ملکان بانتن و تا گوام و یک جزیره تا یک اقیانوس مثل آرام و یک جایی بیده تا ملتان مثلا ابخاسیا گونش نماس و هستین و دانش و حتی در حد مثلا سیاست مدارانش جا کار و وزارت امور خارجه و دیگه کشورانی که مثلا به حساب کار کنه و وزانا بله یه چیز است واسط ملتان تحت ستم هجوا انتخاب نیستند و ده بیزن جوی کبری کتگت لگریش دوستش باگه زرنا چوزه ماشما ملتان تحت ستم در واقع هویت شخصیت همشه که همیشه باید با یک نیمگی وابسته بکنند تو طرف یک ظلمی که طرف بگه تنها از اجتماعی نه این ظلم از لحاظ ملی است از لحاظ فرهنگی از لحاظ اقتصادی یعنی تو سر استعمار بوده
تو همیشه باید به یک شکل یک نیمه تا وابسته بکنه. ولی خب اشیا باید یک تناسبی مرد جور بکنه تا اندازه می بی وابسته ببینه. وابستگی یا دا ببینید که امیدان په یک کشوری بلیدیم و یا په یک سیستمی بلیدیم. چا سیستم کمونیست شوروی بیتن چا سیستم کاپیتالیسم واجب بلیده ببخشید من جوستی ها منتوارم که مبادی شوی جند مثلا چیه فکر کنی مثلا بلوستان چون بیاینده چیه با ایران ها فکر ما فکر آه. وتیگا داشت نکنم منی فکر شما مثلا معتقده که مثلا به شهر مثلا شما را نجات تا یا نه مثلا غرب یا مثلا چیه شما میشه جند مثلا هیچ یکی ما را نجات نده پیش داشته ما غربی تا نه شما حزب مفاد چیه من حزب مفاد که بلوچ مردم وقتی وقت مستریه برسانتیم بلوچستان حکومت بلوچ مردم وقتی بلوچ مردم اولی تصمیم گیری کن بلوچستان بلوچی زبان اولی زبان بیتیم بلوچ فرهنگ داره بیتیم بلوچستان و تا دنیای مدرن وارد کنه تنها مدرنیسم مثلا شکل راو جاده بیتیم بلکه از فکری هم و تا دنیا مدرن کم کم وارد بکنیم من واقعا همشین بل ما دیتا انگلیس هم بلوچستان یاد که آمریکا هم شو بوده یک زمانی پاکستان گور بوده یک زمانی ایران گور بوده و روس هم نیوت ایران نزدیکن یا چین یا هر یکی دیگه موتی امید پیسر باش بلوچستان امیدواری یک زمانی چی روس هست روس شورویت بل پجای نرسد نه ما نه به شرق امیدوار بین نه به غرب ما پوات امیدوار بین بهترین ها دیگران تو نمش متحد ببندین تو نمش به اصطلاح همراه ببندین اگر این منافع آیا تشخیص بدین تا گوماش همراه با نک ماشا بلوچی یا گوماش همراه با یعنی هماش همه برای کنی پرچم مثلا غرب شما مات نکن چه دیگر هم مات کنی یا دیگر اورین گوما ورن ما دو گوشت غرب آماده و که کرزیه و فهمی بایدن کن رئیس جمهوری او معاون رئیس جمهور گشتید تو پاکستان فشار نیاره گشتید پاکستان پر ما افغانستان 50 برابر فکر کلمه استفاده بده 50 times more important than Afghanistan strategy که دنیای تو که آب پده تصمیم گرفت با شما همکاری بکنه یا مکنه ما شما باید وقت شهر بکنید بچاره دنیای تو که همیشه تضاد هست تو دنیای تو ما که نلوتیم مثلا سیستم اجتماعی آفریقا تا آمریکا و تا روس و تا خاورمیانه درست کنه ما بلوچ بیای بدل بکنه که سیستم مثلا اجتماعی کمونیستی بیارن یا اسلامی بیارن که لاتی بلوچان چه اعتقاد هم هستین که لوتن مثلا جنبش مذهبی اسلامی دیگه ما برانت ما هم چیزی نلوتیم من هبرم شما شما بلوچ و تا جایی که امکانی هست هر شرایطی هستیم که ما ایران های تا پاکستان های بسپیده این و تا شر بکنیم و زمانی که موقعیتی رسید بدون شما موقعیت به نفع جامعه بلوچ استفاده بکنیم ما نوتا وابسته به شرق دانه و نه وابسته به غرب دانه و همچین کاری واسطه هم واسطه تیار نکنه ولی خب یک چیزی هستید ما به عنوان حزب مردم بلوچستان یک جامعه به طرف جامعه لیبرال دموکراسی باید بریم چون جامعه لیبرال دموکراسی این که آزادی فردی هست آزادی اندیشه هست آزادی بیان هست بوده اینستیتوشنال جور بنده اینستیتوشنال دولت دیما بگرفته که دولت دیکتاتوری جور میگه چون پوتین داوا یا رئیسی داوا یا چون دیگه کشورانی داوا بلکه به اصطلاح یک شکل جامعه که بتون وقتی مثلا وقت بتون درونی حل بکنید یه شکل حرکت بکنید ولی خب ما مسلماً به عنوان یک کسایی که تفکرات سوسیالیستی یک شکل مثلا رفاه اجتماعی بیتین مدرسه و شام مثلا چوخان باید جور کنک بیتین حکومت یا حداقل از بهداشت مثلا تا جایی که امکانی هست با مردم ها ببیتین حداقل بیسیک مثلا بنیادی حق حقوق مردم دیگ بندین که شما را اعتقاد هستین و ما به صلابت به شکل نگیندیم که ما مثلا بیاین دنیا درست کنیم مثلا حل بکنیم بلکه بخشی حل مسائل دنیا ببین همراه ببین بل خب حل مسائل بلوچستان نه تنها کاشی مثلا بیا بگوشیم ما فقط ایدئولوژی تفکر دیگه ما برای نه اندو ایدئولوژی زمانه اتحادان یک طرفه زمان همین فقط تاریخ دنیای که بین جنگ سرد شروع جنگ سرد تا پایان جنگ سرد اتحادان چی بوده که بشه شرق و غرب مثلا توی خط مشخص دیگه تو شرق بوده یا غرب یا ما وسط واشنگتن شما مثلا غیر متحد برای غیر متحدان یک سری وابستگی بوده دیگه پیش چایی هم هیچ کسی نبوده فقط یک نیمگی بیتین رنج چایی هم چونه که تیو مثلا فقط با یک نیمگی ورده البته جنگ سرد زمانگاه هم چیزی نبوده که مثلا تمامی مثلا عربستان سعودی اگه وابسته با آمریکا بوده حتما آمریکای هر خبری زورتگی نه مثلا وقتی مسئله فلسطین و اسرائیل دیدیم مثلا عربستان سعودی و شام نفت مثلا بند کرد غرب مثلا بحرانی تا غرب و بازن تغییراتی کرد که کشورها خاورمیانه رنج همایی بوجود گرفتن یعنی آزمانه هم چیز
100% نبوده و الان انسانی که مثل همه کشورها هم بودن یک همون که جهل و گرز بودن تو جنگ سرد بل آوری خود مشخص تر بوده هر کس زانته بودی جا بودی راه بودی مکانی زانته ولی گیش جنگ سرد هم الان انسان و اتحادان و بویگان یک شکل نبودن لانچه جنگ سرد خاصی دارن تنگام و شوگندگی که آمریکا و روس یک تیم اگر اوکراین سر پروتوکان یا دیگه موضوع سر پروتوکان بودن بلکه ایران نیوکلیر کا مثلا حداقل ظاهرا شام کاری کنه ایرانی شام کاری نکنه انا بس درونی ایرانی کاری نیست ولی خب یه بگیم چین مثلا تاوید هم بوره یعنی کشورات موضوعات مختلف مسائل مختلف یک جایی گو هم دیگر رقابت کنند و یک جای دیگه گو هم دیگر همکاری کنند و یه دنیای مثل الاینس و یه دنیای مثل اتحاد و اتفاقیان است و همین ما شو همه دا به دیما برایم بهتره و ما مشخصا جامعه اچ ما گوش ما ندوتین جامعه بلوچستان وابسته به ایوان رو بیتیم ولی خب ما مسلمان به عنوان از مردم بلوچستان حاکمیت مردم بلوچ رو بیتیم همزیستی مسالمت آمیز بیتیم و کار کنه این تمید ما گوش مسالمت کنگره ملت ایران مزرارا ایران کشوری بیتیم که تمامی ملتان تمامی کمیونیتی هم بوده جا بیتیم بتونن به زندگی وقت به صورت تعیین بکنند و شرایط وقت تعیین بکنند و یک دیگر همکاری بکنند و یه بحثانی که مثلا برنامه و اساسنامه حزبی هستند و امیدوارم که شما هم خوب برحال بریم برنامه و اساسنامه بانه که برنامه اساسنامه از مردم باره بحث نیست ما یه بحث دیگه ما بریم ولی خب ما واقعا همشین ببخشید من آخر خبر به یه جای رسیدم به هر حال دیگه هفته هست میشه وقت بسته گو اگر امیدوارم که دیگه ماش مچدا وقت تمام بکنین و دیگه شبیه حتما دیگه موضوعات هم مردمانی که بودن واسه بحثی دوستانی که ماش هستید ما همیشه در اختیاریم و حتما هم دا پایین و دیگه پترانه و یک دیگه مطرح کنیم سلامت به هر حال اگر تا من خصوص درس دیگه بر بکنم تمام سنگتانی که ممکن اگه در کفایت هم کشورش بشن و امیدوارم که هر جا که هستن باش سلامت تی باز مهربانی و جناسر که شما وعده داد ما رو بانوکان و واجهانی که جهلا نشتند تو گوشش داشت و امید کنین که هر راجی هر ملکی که قبضه کنه گوتک و تا در بگیجی تو و تی همه حق حاکمیت و حق سرنوشتی که بین المللی سازمان ها هم گوشتگ و حقش هست ملت آنها راجانا و تیا حقا برسن و چه قبضه یا در ببن شما باز مهربانی ما باز بهر برد چه شما زان چه جهلی سنگتان که نشتگن هم بانوک و واجه هم باز منتواریم و کوشش کنیم که مبتدا هم در این رابطه یا موضوعات مشابهی که هستن چه شما وحده بگیریم واجه ناصر و اگر دیگه شما سنگتانی که سعید واجه ملک واجه بلوچ شما رو گفتی نیستید یک کلوی به بانداتگی شب دو بیده 2 مارچ ساعت 10 ایرانی وقت اروپای ساعت 7:30 که دیوان برجام داره بیته انشاءالله گره سنگتان من پیغام ده چه جهر چه برز گره ما دیوان باند شکری هم بهر بزورم منتوار سید جراح باشی بجان من یک گوندی عرضیم هست خدمت جنران دیگر جی سنگت پیشنهاد داده که در رابطه با همین اختلافاتی که هستن بلوچستان تو و مشکلاتی که مثل همین عدم سرمایه گذاری و اعتیاد و یه چیزها هستن اگر بیتین که چه واجه ناصر یا به هر حال یه سنگتانی که هستن بیننده یک رنده دیوان بکنیم بررسیش بکنیم که مشکل چه کجا این ریشه چه کجا این و چطور بتونی حلش بکنی یک دیوانی داری رابطه گره بیده کوشش کنی که حتما این کار ببیده مهربانی سعید جان بفرم سلامت به کسش شما دیوان ها بپنده من دستبندی اینجا درانی دیوان بانو و هم انچوش که اول دیوان هم گب کنک بود یک توفان تویتری میں کازم بودی باره تویتر تو که هستن سک شدن که ما بلوچان وقتی
مردمان توار ببین آیانی که ملک تو که رژیم دستگیر بودن تو بازداشتن تو مردم نزان که آیانی حال تو کاین کازم هوت نه فعالیت سیاسی بودتگ و نه رجساری بودتگی هیچی فقط کلیپی گفتگ بلوچستانی شوکین جایی که بودتگن تو بیکری که بودتگن دنیا پیشی داشتن که ما را همچین شهر اینجا هستین و همچین که فعالیت محیط زیستی هم کتگ و اشانی سوشیال میدیای تو کشین کتگن ولی خب هنو یک دو رو چند که حاله که یه وجهش گفتگ رژیم و هنو بازداشت اطلاعاتا و سنگتا هم یک تویتی هشتگ هنو هم یه توفان تویتری هم در جریانه شهرن که ما شما شیا بحر بزور نفری اگر 4 توییت هم گویه هشتگا کازم اندرلان هو تا بجانته حداقل ایشین که کمترین کاری که ما شما بود کنه یک تواری بزن پیوشم مهربانی شما پهکانه منتوار اگر دیگه خواستن گفته نیستن برا من ایوانا پهکان سلامت سلامت باشه و منتوار شما اینجا ما وجه ناصف مجلس دیوانا که آرای وحدی دارید مجلس باید تشکر کنم که جاره سنگتانی هستن بله من سنگتانی یک دو نفر آوردی دوست کتگه که باید کنی تمام من سنگتان بگی دوتون که باید تمام بیده ساعت ده آین دوست ساعت ده چون دیدیم ملکه ساعت 12 نیست دیگه باید سنگتان 12 بیده و می باش کنه که من مدام معمولا دیوانه ساعت 8 رو و من حسابا ساعت 12 تا 12 بلوچستان ما جماعت پیدا بچاریم من دقیق نزانم که بوده شال بلوچستان ساعت 1 بید من حسابا 1 ساعتی بودن دیماترین 1 دیماترین ساعت 11 و برای من چشم سنگتون دوستان خیلی دوستون که من آخر بوده و اگر چمین یه مگاه گفتی و خبری و برای یک ما ایال نکوده و خیلی دوستون و باز